بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت. همونطوری که در خاطر شما عزیزان هست که 2 هفته میشه که در مورد حدیث متواتر امام زمان داریم صحبت میکنیم. حدیث متواتری که ادعا میکردن اول که حدیث صحیح دارن، بعد از این که اومدیم احادیث صحیح اینها رو، ادعای احادیث صحیح اینها رو مورد بررسی قرار دادیم و اسنادش رو بررسی کردیم، رجالش رو بررسی کردیم. دیدیم که نه تنها حدیث صحیح ندارن، بلکه حدیثشون که ادعا کردن صحیح است درب و داغونه به قول معروف، و هرگز شیعیان اثناعشری نمیتوانند نه برای امامت، نه برای امام زمان، نه برای قرآن، نه برای خمس، نه برای عصمت، برای هیچ یک از ارکان و اساسات مذهبشون حدیث صحیح بیارن از کتاب‌های صحیح خودشون. ادعا میکنن که صحیح هست، اما در حقیقت هیچ حدیث صحیح در این مذهب باطل وجود نداره. همه ادعا هست و ما در طول این 2 سالی که برنامه حجت بی حجت بود ثابت کردیم که اینها در هیچ زمینه ای از اساسات مذهبشون حدیث صحیح ندارن. بعد از اینکه اومدیم این 40 روایتی رو که ادعا کرده بودن در سایت ولیعصر و شبکه ولایت بررسی کردیم، بررسی سندی و رجالی شد، اومدن گفتن نه بابا، اینا احتیاج نداره که اصلا بررسی سندی بشه، چون که احادیث امام زمان متواتره. یعنی چی؟ یعنی در مذهب شیعه اثناعشری 1000 تا دروغگوی زندیق منافق کافر بیاد یک مطلبی رو روایت بکنه، در نزد این آخوندهای دجال دین فروش میشه حدیث متواتر و بر اساس این روایات این احادیث دین و مذهبشون رو بنا میکنن. که ما در بررسی روات مذهب شیعه دیدیم که مثلا این زراره و غیر هشام ابن سالم، اینا زنادقه‌ای بودن که بعضی از اعتقادات اینها یعنی از کفار زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی بدتر بود. علی کل حال شبکه ولایت و آخوند شترمرغ ابوالقاسمی اومد و در یکی از برنامه با دروغ و تلبیس و خیانت خواست که به این مسائل پاسخ بده، اما هرچی که سعی کرد که ابرو رو درست بکنه، زرد از چشم خودش رو کور کرد. در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم و ادامه همین بحث حدیث متواتری که ادعا کردن در مورد امام زمان و ببینیم که این آخوند و این بحثایی که داره تا چند اندازه تونستن که خودشون از این منجلابی که تا فرق سر در اون فرو رفتن نجات بدن. حضرت مولانا خوش آمدید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. من در آغاز این برنامه خدمت شما و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همون گونه هم که شما اشاره کردید، بحث ما در مورد ادعای تواتر هست درباره مهدویت شیعه. بارها عرض کردیم که مهدویت اهل سنت، مهدی اهل سنت نه در ذاتش و نه در صفاتش هیچ گونه تشابهی با مهدی شیعه ندارد. دو مسئله کاملا جداگانه هستند. آقایون اومدند ادعا کردند که روایات مهدی متواتر هست، پس بنابراین احتیاج به بررسی سندی ندارد. این ادعای بود که گفته بودند. خب ما هم عرض کردیم که در مقابل این تواتر، ادعای تواتر مهدویت شیعه، من چند تا متواتر رو معرفی کردم از کتابای خود شیعه، من جمله تواتر تحریف قرآن که بالغ بر 1000 روایت وجود داره و در خود کافی 10 روایت تصریح دارد، یعنی بدون هیچ گونه تعویلی، بدون هیچ گونه اشکالی صراحتاً آورده که تنزیل این گونه بوده، اما در قرآن امروز برخلاف اون هست. و همچنین تواتری که و 40 روایت 41 روایتی که توسی آورده در کتاب الغیبه خودش مبنی بر مهدی بودن امام موسی کاظم که نظر شیعیان واقفه بوده. من این سوال رو مطرح کردم و امروز هم مطرح میکنم.
اگر معیار تواتر هست، اگر با 40 روایتشون میگه که آقای مدرسی 40 روایت آورده، یعنی این که متواتر دیگه هیچ بحثی روش نیست. ما با همین معیار با اونها صحبت میکنیم. اگر 40 روایت متواتر هست و اگر 1000 روایت متواتر هست، ما این سوال از شما داریم. دو سه جلسه است که من این سوال رو کردم که شما با کدام دلیل، با کدام مدرک، با کدام رویکرد و با کدام روش علمی روایات متواتر تحریف قرآن را که علمای شما تصریح کردند که متواتر هستند، با چه دلیل اینها رو رد میکنید؟ و همچنین روایاتی رو که واقفه آوردند، 10 روایت آوردند و از نظر سندی از روایات مهدویت محمد ابن حسن عسکری قوی تر هست، تضاد هم ندارد، این همه با هم دیگر تعارض ندارد. شما با کدام معیار علمی این دو تواتر را رد میکنید که ما با همان معیار بیاییم روایات مهدی شما را بررسی بکنیم؟ نقطه جالبی که من از حرفای آقای ابوالقاسمی شنیدم جالب هست. ایشون آورده بودند که بحث این که ما این بررسی این 40 روایت رو 2 ماهی از شروع کردیم و بنده عرض کردم که و شما فرمودی که 2 سال هست که برنامه حجت رو ما شروع کردیم. خیلی خوشحال شدم. به 2 سال هست که در مورد مهدی یا امامت شیعه صحبت میکنن. خب متواتره، شما مذهب ما رو ثابت کردید. و جالب هست. منم پیشنهاد میکنم خب وقتی که از این 2 سال برنامه حجت بی حجت اگر مذهب شما ثابت میشه، خب همین کلیپ ها رو، برنامه ها رو ما میفرستیم خدمتون، کاملا پخش بکنید تا اثباتی باشد برای مذهب شیعه. من یاد یک مزاحی بکنم با بینندگان عزیز. یک آقایی از نظر عقلی یک مقدار مشکل داشت. یک روزی اومد که من خیلی مهم شدم. خب چی شده که مهم شدیم؟ کد خدای ده اومده بود منو صدا زد. فلانی حالت چطوره؟ خب مردم پرسیدند که خب این که چیزی نیست. نه خیلی برای من مهمه کد خدای ده برای منو صدا زده باشه. می خب چی گفت؟ گفت هیچی، به من گفت که چلغوز بیا اینجا. اینو برای خودش افتخاری دونسته بود. ما میگیم خب آفرین بر شما، ما 2 سال هست که خدمت کردیم به مذهب شیعه، شما بیایید همین برنامه‌های ما رو پخش بکنید تا اینکه عالم همه بفهمند که ما مذهب شیعه رو تایید کردیم و اثبات شده مذهب شما. اما بحث‌های علمی که در این زمینه بوده، من واقعا متاسفم و آزرده هستم از این که با چنین افرادی دارم صحبت میکنم که نه برای وجدان خودشون اهمیتی قائل هستند و نه به شعور بینندگان احترامی قائل هستند و تمامی معیارهای عقلی رو، معیارهای اخلاقی رو، معیارهای علمی رو زیر پا گذاشتند تا اینکه بخواند که مطلبی رو که خودشون میخواند اون رو برای مردم ثابت بکنند، ولو اینکه دروغ باشه، ولو اینکه تلبیس باشه. و واقعا متاسفم برای مذهبی که این گونه بخواند ازش دفاع بکنند، با دروغ، با جعل و با قطع و برید صحبت ها بخواند مذهب خودشون رو ثابت بکنم. در یک کلام من عرض میکنم، در یک جمله، شما روایات تحریف قرآن را و روایات مهدویت موسی کاظم را که واقفه بیان کردند و در حد تواتر هست به ادعای شما، این روایات را شما با کدام معیار علمی بحث و بررسی و تحلیل میکنید؟ با چه معیاری میخواهید که اینها را رد بکنید؟ ما حاضر هستیم که با همون معیار بیایم با شما در واقع وارد بحث بشویم و روایات مهدویت محمد ابن حسن عسکری رو با شما بررسی بکنیم. اما واقعیت این است وقتی که ما شروع کردیم به بررسی روایات مهدویت شیعه که ادعا کرده بودن 40 روایت صحیح هست، وقتی که براشون ثابت کردیم که هیچ کدام از این روایات حتی بر مبنا و بر تعریف حدیث صحیح از دیدگاه شیعه این روایات نمیتوانند صحیح باشند، حرفشون عوض کردند، گفتند که بله اینها متواتر هست و نیاز به بررسی سندی ندارد. خب اگر معیار شما این هست که اگر 40 روایت یک جا جمع شدند یا بیشتر یک جا جمع شدند متواترند، متواتر نیاز به بررسی سندی ندارد، خب با همین معیار ما حاضریم که بازم وارد بحث بشیم و این مسئله رو با شما در واقع با اصول علمی و با معیارهای علمی با شما مورد بحث و بررسی قرار بدیم تا اینکه واقعیت برای بینندگان عزیز واضح و آشکار بشه.
و من یعنی این برنامه اگر هیچ فایده دیگری نداشته باشه، همین که واقعیت ها برای مردم روشن بشود که سطح استدلالشون و نوع دلیلشون و نوع استدلالشون چگونه هست، این برای بینندگان عزیز واضح بشه، همین برای ما در واقع کفایت میکند و تا آخر بینندگان عزیز واقعیت را پی خواهند برد و میدونند که قضیه چی هست. جزاکم الله خیر. منم واقعا وقتی که اون کلیپ رو دیدم که خیلی ذوق زده شده بودن که اینا 2 ساله که دارن برنامه اجرا میکنن و این دیگه متواتر شده، واقعا تعجب کردم که مذهبی انقدر باطل باشه، مذهبی انقدر مسخره باشه که اینها بخوان یعنی با این مسخره بازی و با این ادا در آوردن ها بیان مذهب خودشون رو ثابت بکنن، واقعا جای تاسف است. اما در به اندازه که آدم تاسف میخوره به حال اینا، به همون اندازه خوشحال میشه. یعنی واقعا به حماقت و جهالت این آخوندا و به بی بنیاد بودن مذهب اینها بینندگان عزیز پی میبرن و هر جوابی که اینا میدن و هر برنامه‌ای که ما میریم و هر کلیپی که از اینا پخش میکنیم سبب میشه که 10 نفر از شیعیان این مذهب خرافی و باطل رو ترک میکنن. جناب استاد اگر صحبت دیگری نیست در این زمینه بریم رو کلیپاتشون. بفرمایید. احمد جان اگر کلیپ اول رو پخش بکنی که در مورد همین دعوایی که بین ما و اونهاست، ادعا کردن دعواست بین ما و اونها. ما ادعای دعوا نکردیم، یعنی ما اینجا اومدیم علمی منطقی یعنی در طول مدت این 2 سال ما یک مطلبی رو که بر علیه مذهب شما استدلال کرده باشیم از کتب اهل سنت و عموم مسلمان ها که بر علیه شیعه نوشته شده باشه نیاوردیم. هر مطلبی رو که در اینجا حضرت مولانا ذکر کردن از کتاب‌های خودتون بوده، اگر تحریف قرآن بوده، اگر بی بنیاد بودن ادعای امامت بوده، همه این مطالب رو از کتاب، حتی رواتتون رو که بررسی کردیم، حوادیثتون رو که بررسی سندی کردیم، از کتاب‌های خودتون شده. بعد این مطلب رو هم اعلام بکنم. این 2 سال کامل که این برنامه رو رفتیم، هر مطلبی که در این 2 سال از من بیان شده، من بیان کردم در اینجا و آقایون روش اشکال دارند، از نظر علمی اشکال دارد، من حاضر هستم که دوباره اونو مطرح بکنیم، بررسی بکنیم و اگر ثابت شد که من اشتباه کرده باشم و اشتباه فهمیده باشم، من این تعهد را پیش بینندگان عزیز ندارم، بلکه این تعهد را پیش پروردگار خودم دارم که حق و حقیقت رو برای مردم روشن بکنم. من به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی و در هیچ زمانی آخرت خودم را به نفع کسی دیگری نمی فروشم. من یک تعهد علمی دارم قبل از این که با مردم داشته باشم، با پروردگار خودم دارم. هر چیزی رو که بنده گفتم من پاسخگو هستم، حاضر هستم که مورد بحث و بررسی قرار بگیره. بالفرض اگر ثابت شد که من اشتباه گفتم، این مسئله رو نادرست مطرح کردم، از تمام بینندگان عزیز من معذرت میخوام و حقیقت رو برای مردم بیان میکنم. و تمام بحثایی که در این زمینه بوده بر اساس اصول علمی بوده. ما هیچگاه بر اساس حدس و گمان و تهمت و افترا، الحمدلله این افتخار رو داشتیم تا حالا علیه هیچ کسی ما تا کنون صحبت نکردیم و پاسخگوی تمام مطالبی هستم که در این برنامه در واقع مطرح شد. جزاکم الله خیر. این تعهد نه تنها تعهد حضرت مولانا است، بلکه تعهد همه کارمندان شبکه جهانی وصال حق است و ما در همین ماه گذشته ثابت کردیم که بعد از اینکه به یکی از کلیپ هایی که در این شبکه پخش شده بود ایراد گرفتن، ما در برنامه زنده اومدیم از اشتباهی که در این کلیپ غیر عمد رخ داده بود معذرت خواهی کردیم و پخش این کلیپ تا الان هم متوقفه و دیگه هرگز در این شبکه پخش نخواهد شد. حتی از صفحاتمون هم در اینترنت حذف کردیم این کلیپ رو، به خاطر اینکه اومدن گفتن این کلیپ فلان اشکال داره و ما دیدیم که واقعا حق با اونا بود در این زمینه و اشتباهی صورت گرفته بود. اما ای کاش این جرأت رو داشتن که این کلیپ هایی که بر علیه اینا پخش شده و دروغ و تلبیس خیانت های اینا رو نشون میده، می آوردن این کلیپ ها رو پخش میکردن و علمی بهش پاسخ میدادن. کلیپ اول رو با هم میبینیم و برمیگردیم دوباره در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود. بحث گم نشه. آقای وهابی، دعوای ما و شما سر چی بود؟ سر این که در متواتر آیا بررسی سندی لازم است؟ آیا میشه تضعیف کرد روات رو تا تواتر رو خراب کنیم؟ خیر. اینجا دقیقا حرف ما رو میزنه، میگه اگر زیاد بدن حتی شناختشون هم لازم نیست. حتی شناختشون لازم نیست. بله جناب مولانا، واقعا دعوا سر اینه؟ ما اولا که ما دعوایی رو نداریم، ما بحث علمی داریم میکنیم و هر چیزی که در کتب هست، یعنی کتب اهل سنت و الجماعت هست به عنوان اصل و قاعده که بیان شده، آمنا و سلمنا،
ما چیزی رو که برای خودمون اصل قرار دادیم در معیار و معیار هست برای ما در بررسی روایات، ما اون رو قبول داریم و از کسی باکی نداریم. اما این آقا ادعا میکنه که معیار اهل سنت و الجماعت این است که در متواتر نیازی به بررسی سندی و بررسی رجال نداریم. اهل سنت و الجماعت چنین معیاری رو ندارند. اهل سنت و الجماعت هیچگاه چشم خودشون را به خاطر کثرتی که در یک سندی وجود داشته باشه نمیبندن. من بارها عرض کردم در کتاب اهل سنت و الجماعت به صورت مفصل بیان شده که معیار اصلی برای محدثین صحت سندی هست. از نظر سند باید حتما صحت در واقع ثابت شده باشد. کثرت برای ما معیار نیست. و عرض کردم که بحث تواتر اساساً جزء بحث‌های اصول فقه هست و نه جزء بحث‌های محدثین و اصول حدیث. و عرض کردم که این بحث متواتر یک بحثی هست فوق در واقع صحت هست. برای صحت یک روایت ما لازم داریم که ابتدا باید سند این مطلب را یا روایت را بررسی بکنیم. و عرض کردم که ما چنین روایتی که تمام راویانش ضعیف باشند، به هر گونه‌ای که از گونه‌های ضعف باشه، یا به خاطر جهالت روایت باشه یا به خاطر سوء حفظش باشه، ما چنین متواتری که تمام آحادش ضعیف باشن، ما چنین متواتری رو نداریم. این حرف اول بنده بوده در کلیپ هایی که از من پخش کردم و تاکنون هم سر حرف خودم هستم و این عقیده تمام اهل سنت و الجماعت در باب روایت است. اما ایشون میگویند که بحث ما و دعوای ما بر روی اینه که حدیث متواتر نیازی به بررسی سندی و بررسی رجالی ندارد. علمای اهل سنت و الجماعت، محدثین اهل سنت و الجماعت معتقد به چنین اصلی نیستند. حالا ایشون اومدن از یک جای سوء تفاهمی براشون پیش اومده یا اینکه عمدن میخوان چنین اصلی رو برای نجات مهدی خودشون به اهل سنت بچسبونند. این بحث کاملا جداگانه هست. و از نظر اصلی و معیاری و اصول علمی، هر اصلی که بیان میشود باید یک تطبیقی هم داشته باشه، یک نمونه و مثال داشته باشه، وگرنه اصل این اصل و معیار در واقع زیر سوال میره. معیاری که صرفا یک معیار عقلی باشد و هیچ گونه مثالی در واقع نداشته باشه و هیچ گونه نمونه‌ای در کتاب‌های حدیثی نتوانیم براش پیدا بکنیم، یعنی این که یک معیار دروغ هست و هیچ گونه ارزش علمی رو هم ندارد. اما برعکس این اهل سنت و الجماعت عرض کردم چنین معیاری رو ندارند. من فقط چند مورد رو خدمت بینندگان عزیز که اهل سنت و الجماعت در این زمینه گفتند که آیا بحث متواتر، حدیث متواتر نیاز بررسی سندی دارد یا خیر، خدمت بینندگان عزیز عرض می کنم که الحمدلله اهل سنت و الجماعت تمام می دونند که چنین معیاری را ما در باب حدیث نداریم. در کتاب النکت علی نزهة النظر که در شرحی هست که این نزهة النظر که بارها عرض کردم که خود حافظ ابن حجر رحمت الله علیه بر نخبة الفکر نوشته، در این کتاب مطلبی رو آورده، دوستان اینو نمایش بدن و قبلا همین مطلب رو، این کتاب رو من خدمت بینندگان عزیز من نمایش داده بودم. اینم صفحه اول کتاب و مشخصات این کتاب هست. در اینجا از یکی از علمای بزرگ در واقع اهل سنت و الجماعت که شیخ آلبانی رحمت الله علیه هستند و در باب بررسی حدیث از میان معاصرین ایشون در واقع فعالیت‌های خیلی زیادی رو داشتن و ید طولایی رو دارن در این زمینه. من یک مطلبی از ایشون نقل می‌کنم که این آقای حلبی شاگرد ایشون هست. در این تعلیقات خودشون و نکات این مطلب را آورده. دوستان نمایش بدن. قلتو میگوید که این مطلب رو من عرض میکنم که میگه شیخونا، که منظور از اینجا همون شیخ ما هست که این مطلب رو فرمودن، و لعله یعنی بالبحث، که در اینجا که حافظ ابن حجر گفتند که بحث حدیث متواتر نیازی به رجالش بحث نمیشود، معنیش چی هست؟ یک سوء تفاهمی آقا تو ذهنش اومده که اصلا نیازی نیست که ما رجال رو کلا نگاه بکنیم، ولی اینکه مجهول باشند، ولی اینکه شناخته نباشند، باید معتبر باشند. چون این چیزی رو اهل سنت و الجماعت هیچ کسی نگفته و هیچ کسی بر اساس چنین معیاری حدیثی رو متواتر یا صحیح هم نگفتند. ایشون میفهمه ولعله یعنی به کلمه البحث که بحث درباره رواتن، انما هو البحث عن ضبطهم و اتقانهم. گفتند که متواتر بررسی سندی نمی شود، یعنی در مورد ضبط اونها و اتقانشون بررسی نمیشه. آیا اینو واقعا این حدیث رو ضبطشون، دریافتشون کامل بوده و هوش و حواسشون، عقلشون، درایتشون کامل بوده، اتقانشون آیا متقن هستن در این در واقع تحمل حدیث یا اینکه نیستن؟
دقت دارند یا نه؟ خیر. انما هو البحث عن ضبطهم و اتقانهم و الا فالبحث عن سلامتهم من الكذب والوضع امر لابد منه. وگرنه بررسی کردن رجال حدیث ولو اینکه متواتر باشد، چون این حرف ابن حجر در مورد متواتر میگه، وگرنه بحث و بررسی کردن در مورد سلامت بودن راویان از دروغ و وضع کردن و جعل احادیث امر لابد منه، یک کار خیلی ضروری هست. این که جز اساسیات ما باید نگاه بکنیم که اینا صادق هستند یا صادق نیستند. اما در مورد اینکه ضبطش خوب هست، آیا مثلا ذهنش خوب هست، دریافتش خوب بوده و دقت داره در نقل احادیث یا نداره، یا اینکه بقیه مسائل هست، خب در اینا میشه که چشم‌پوشی کرد به خاطر کثرت طرق. کما لا یخفی علی اهل العلم، این مطلب بر اهل علم پوشیده نیست. تمام اهل علم و محدثین میدونند که راوی ولا اینکه متواتر باشه یک روایتی، راویانش را از نظر صداقت و باید بررسی بکنیم که هیچ کسی از اینا دروغ در واقع نگفته باشند. بحث در حال راوی از لحاظ این که آیا دروغگو هست یا دروغگو نیست، آیا جاهل حدیث هست یا نیست، این یک امری هست که هیچ گونه چاره از این نیست. برعکس مذهب شیعه که اگر 1000 تا دروغگو بیان روایت حضرت مهدی رو ثابت بکنه، خلاص میشه امام زمان. بله، اون برعکس اون هست. کما لا یخفی علی اهل العلم، بر اهل علم چنین چیزی پوشیده نیست. فان من عمل بعض الكذابین ان یسرق الحدیث، بسیار از این دروغ پردازان روایت رو میدزدن، سرقت میکنن. مثل اینکه خود آقایون اومدند اصول حدیثی اهل سنت رو دزدیدن. خود آقای کافی اومده روایات اهل سنت را، آثار اهل سنت را، من نمونه‌هایش رو عرض کردم خدمت بینندگان، حتی اقوال تابعین اهل سنت را یا صحابه را دزدیدن، به نام ابو عبدالله زدن، با یک سند هم جعل کردن. من اینو مستدل در یک برنامه کاملا چندین مورد را نشون دادم که روایت اهل سنت را دزدیدن. ایشون هم میگه که بعضی از دروغ پردازان روایت را سرقت میکنند، من غیره من امثاله، از راویان دیگر یک روایتی رو سرقت میکنند. ولذلك کثیر ما نقرأ فی تراجم بعضهم، بسیاری مثلا در راویان حدیث در مورد زندگی نامه‌شون ما اینو میخونیم که فلانی یسرق الحدیث، دزد حدیثیه، مانند آقای کلینی و دیگرانی که روایات رو در واقع سرقت کردن. میگه و علیه فالعمدة فی معرفة المتواتر انما هم اهل الحدیث، در بحث متواتر معیار و اون کسی که قابل تشخیص هست، حرفش قابل قبول هست، این اهل حدیث هستند. اهل حدیث هستند. من الائمه النقاد والحفاظ، از ائمه‌ای که اهل نقد هستند و حافظ هستند. جالب هست که یکی از نکته هایی که بر من ایراد گرفته که این آقا بحث محدثین و اهل حدیث رو نمیدونه. یک توهمی خودش داره در مورد مدرسه الرأی، فقهای مدرسه فقها و متکلمین که معروف بودن به اهل حدیث. اهل حدیث دو تا اصطلاح داریم، یکی در مقابل مدرسه فقهی فقهای کوفه هست که اهل حدیث میگفتن، و یکی اهل حدیث، یعنی اهل حدیثی که در اینجا مراد هست در علم حدیث، کسانی که اهل درایه و اهل روایه هستند و این تعبیر رو در اینجا ایشون هم به کار میبره، انما هم اهل الحدیث، اهل حدیث هستند. منظور از اهل حدیث در اینجا کسانی هست که با حدیث سر و کار دارند، نه اون اهل حدیثی که در مقابل مدرسه فقهی مدرسه فقها در واقع قرار دارند. اما من در واقع نمیخوام وقت خودم رو ضایع بکنم، دنبال این مطالب برم. به قول خودش اومده از ما 9 تا گاف گرفته. این شاه گاف های خودتون رو بیاید پاسخ بدید، بحث علمی بکنید، ما صرف نظر میکنیم از تمام مسائل دیگه. به مناسبت همین ایرادی که اینا گرفتن، ما کلیپی داریم که بارها پخش شده، اگر دوستان بتونن اینو پیدا بکنن در بین این 780 تا کلیپی که داریم، که همین استاد این آقا قزوینی به قول دوستان تهران یا آیت الله مایافعلی، این فرق علم فرایض رو نمیدونست که علم فرایض یعنی چی. ما کلیپش هم پخش کردیم که اومده بود ترجمه میکرده یک روایتی رو، علم فرایض میگه، در مورد فکر کرده که این فروضاتی که هست، این قاعده فقهی رو در مورد این مسئله متوجه نیست. دوستان ان شاء الله کلیپش آماده میکنن، پخش میکنیم میون بعد. به هر صورت ایشون دارن توضیح میدن که معیار در شناخت متواتر محدثین هستند، اهل حدیث هستند و فقها و بقیه در این زمینه صاحب نظر در واقع نیستند. این یک کتاب دیگری که در این زمینه هست، من این مطلب رو قبلا هم نمایش دادم و کتابی هست که ان شاء الله باش
کار داریم امروز هم کتاب شرحی هست که بر کتاب نخبة الفکر نوشته شده که قبلا اینو من نمایش دادم. یه مطلبی در اینجا این همین مطلب رو که شیخ آلبانی رحمت الله علیه فرمودن، این همین مطلب رو ایشون هم در این کتاب خودشون مطرح کردن. شرح کی است این کتاب؟ این شرح طارق ابن عوض الله ابن محمد است. جالب این است که ایشون اومدن در یک از برنامه‌هاشون سایت شخصی این آقا رو نشون دادن که ایشون متخصص در زبان عربی هست. خب این که کتاب در مورد علم حدیث است. ایشون یکی از کسانی هست که در باب حدیث و در باب علم رجال کتابای خیلی زیادی رو دارن و تحقیقاتشون یک تحقیقات واقعا قوی هست در این زمینه. درسته که ایشون تخصصشون علم ادبیات عرب هست، لغت عربی هست، اما علمای اهل سنت و الجماعت در کنار این که در دانشگاه ها درس میخوندن، یک رشته تخصصی در دانشگاه داشتن، یک رشته تخصصی در مدارس دینی داشتن و پیش علما داشتن در واقع تحقیق میکردن و میخوندن. ایشون در باب حدیث و در باب تحقیق روایات ایشون واقعا یه طولایی دارن که این کتاب هست، تدریب الراوی هست و بسیاری دیگر از کتاب‌ها رو ایشون در واقع بررسی کردند و تحقیق کردند. به هر صورت ایشون در این کتاب خودشون همین مطلب رو میارن در اینجا که اشاره کردم، در اینجا این مطلب رو بیان میکنن. میگه و بیان ذالک در صفحه 57 هست، دوستان نمایش بدن اینو. ان کثیرا من المشتغلین بهذا العلم، بسیار از کسانی که سرکار دارند با این علم، اذا ما رأى خبرا قد جاء من طرق كثيرة، به محض اینکه یک روایتی رو ببیند که از طرق زیادی روایت شده که به تعداد به 10 طریق یا 20 طریق یا بیشتر میرسد، بادر الى الحكم بانه خبر متواتر، فورا حکم صادر میکنه این خبر متواتر است. دقیقاً مثل این آقایون ادعاش اینه که آقا 40 روایت در باب مهدی داریم، خب متواتر دیگه. کی گفته که در یک جای 40 حدیث بود یعنی که متواتر یک تعریف خاصی داره، شرایط و قیود خاصی داره که اینا باید تطبیق بشن. صرف این که 40 روایت یک جای دیدیم به هیچ عنوان هیچ عاقلی نمیگه که اینا در واقع متواتر هستن، مگر این که بررسی سندی بشود که در فلان طبقه چند نفر از چند نفر اینا رو روایت کردن، آیا افرادی هستند که میشود بهشون اعتماد کرد، تبانی بر دروغ گفتن در مورد اینها آیا محال هست یا اینکه ممکن هست. چه بسا که 100 نفر هم که منفعتی رو داشته باشند یک جای جمع بشن تبانی بر دروغ بگن، اون گونه که متاسفانه امروز در رسانه‌های خصوصا رسانه‌هایی که مال آقایون هست این چنین چیزی رو ما به کثرت مشاهده می‌کنیم. به هر صورت میگه بسیاری از افرادی که با این علم سر و کار دارن به محض اینکه کثرت طرق رو ببینن حکم می‌کنند که فلان خبر متواتر هست، من غیر ان ينظر في حال هذه الاسانید، بدون اینکه به سندها نگاه بکنند. یعنی این که برای حکم تواتر بررسی سندی لازم هست، این خیلی واضحه. من غیر ان ينظر في حال هذه الاسانید و تلك الطرق التي وقف عليها، بدون اینکه این طرق را و سندها را نگاه بکنه همینجوری فتوا میدن یا اعلام میکنن این روایت متواتر هست بدون از بررسی سندی. لتصوره ان المتواتر لا حاجه الى البحث، همین مطلبی که آقای ادعا میکنه که دعوا ما سر این مطلب است. تصور میکند که متواتر نیازی به بحث و تحقیق در مورد احوال روات نداره. فیتصور انه لو كثرت طرق الحديث كان هذا کافیا فی اثبات التواتر، فکر میکنند که این افراد فکر میکنند که صرف کثرت طرق حدیث کافی هست برای اثبات تواتر. فیظن ان الحديث ما دام قد روی عن عدد کثیر من الصحابه، گمان میکنند که در صورتی که روایت از تعداد زیادی از صحابه نقل شده باشد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، ثبت بذلك تواتره، این در واقع مثبت تواتر هست. و انه لا حاجه الى النظر فی الرواتی، و پس بنابراین نیازی به بررسی سندی ندارد. و هذا کما ترى لیس بشیء، همون گونه که شما هم میدونید این هیچ گونه اصلی رو نداره، این مطلب قابل قبول نیست. والامر على خلاف ذلك، بلکه مطلب کاملا برعکسش است. فمراد الائمه من انه لا حاجه الى النظر في روات الخبر المتواتر، این که بعضی از علما گفتند که متواتر نیازی نداره که ما نگاه بکنیم به رواتش، این است که ان هذا فيما اذا ثبت التواتر فعلا، تواتر عملا ثابت شده باشد. و قبلا گفت که تواتر بدون بررسی سندی ثابت نمی شود. و فی الطبقه التي صح ان الخبر تواتر فيها، و این فقط در همون طبقه قابل تطبیق هست که ثابت بشه که در فلان طبقه
متواتر شده. این بعداً توضیح خواهم داد. همین روایتی رو که آقای به عنوان مثال آورده، نمونه آورده، میگه که فقط در مورد همون طبقه ای که این خبر به تواتر رسیده، اما به هیچ عنوان این متواتر نسبی معنیش این نیست که بقیه افراد سند رو ما بررسی نکنیم. شاید تمام افرادش دروغگو باشند، اصلا جاهل حدیث باشند، دروغ پرداز باشند. ما به خاطر این که این خبر فقط در یک طبقه یک زمان متواتر شده، به هیچ عنوان چشم خودمون رو از بقیه طبقات روایت در واقع نمیبندیم و باید کاملا بررسی سندی بشود. در این کتاب اومده و در کتاب‌های دیگر مثلا همین مطلب اومده که به صورت مفصل هست. در کتاب الیواقیت و الدرر هم این آورده که به صرف این که یک روایتی مجموعه طرقی رو داشته باشد، یعنی با طرق زیادی متواتر روایت شده باشد، حتی این ما نمیتونیم بگیم که حسن هست. نمیتونیم بگیم که حسن هست. حسن خودش یک مرحله هست در بحث روایت، اونم حسن که حسن لذاتی باشه، حسن غیری باشد. بعد از این درجه حدیث صحیح هست. حسن این بخوام که قوت صحت اونها رو بیان بکنیم، اول حسن هست که خود حسن لذاتی با حسن غیری متفاوت هستند. بعد از اون روایت حدیث صحیح هست، اینم بر دو قسم، حدیث صحیح لذاتی و غیری. بعد از این میرسیم به بحث متواتر. ایشون میگه، علامه مناوی میگوید که وقتی که طرق یک روایت زیاد شدن، معنیش این نیست که این روایت چیکار شده؟ حسن شده. بحث صحتش و بحث متواترش یک بحث خیلی بعدی هست. صرف کثرت طرق حتی موجب حسن حدیث و حسن بودن حدیث نخواهد بود. الیواقیت و الدرر دوستان نمایش بدن. این یک شرح دیگر است از این کتاب شرح نخبة الفکر هست، مال محمد عبدالرؤوف المناوی هست. ایشون این مطلب را در صفحه 270 این کتاب خودشون آوردن. الضعیف الذی یرتقی الی درجه الحسن، ضعیفی که به درجه حسن یا درجه الحسن، به درجه حسن در واقع ارتقا پیدا میکنه. الثانی اذا روی الحدیث من وجوه ضعیفه، هرگاه یک روایت از طرق ضعیفه روایت بشد، از وجوه ضعیفی روایت بشود، لا یلزم ان یحصل من مجموعها انه حسن، لازمش این نیست که چون که طرق زیاد ضعیفی هست این حدیث کار بشود حسن باشه. حتی ایشون میگن این حدیث با طرق زیاد نمیتواند حسن باشه، چه برسد به این که صحیح قرار بگیرد. و کجا هست این که چیکار بشود؟ متواتر باشد. این معیارهای علمی اهل سنت و الجماعت هست. اما آقایون چون که یا اینکه آشنایی ندارند با کتاب اهل سنت و الجماعت، یا اینکه میخواند که عوامی رو که به این افراد ایمان آوردند این گونه اونها رو در واقع فریب بدهند تا اینکه همچنان بر دروغهای ایشون در واقع و این افراد دروغاشون رو باور بکنند و این افراد از اون سوء استفاده ای رو که دارند به نام دین و به نام مذهب دارند سوء استفاده بکنند، بتوانند همچنان این سوء استفاده رو ادامه بدن. بله. من در همین چند دقیقه که حضرت استاد صحبت کردن، حدود 6 مورد از جهالت‌های این حجت الاسلام شترمرغ رو من اینجا یادداشت کردم. اولا قضیه متواتر بودن تحریف قرآن که در مذهب شما وجود داره، که از اولین برنامه‌ای که در مورد حدیث متواتر ما صحبت می‌کنیم مسئله حضرت استاد مطرح کردن که شما کاملا در مورد سکوت کردید و هیچی نمیگید. چرا؟ اگر که حدیث متواتر صرفاً این که احادیث فراوانی رو هر کذاب و دروغگو و زندیق جمع بکنه میشه در نظر شما قابل قبول هست، پس تحریف قرآن رو شما قبول میکنید، چون که همون طرق، همون روایت ها و همون کثرت هم در تعریف قرآن است، هم در قضیه امامتتون. همچنین در مورد امامت امام موسی کاظم که واقفیه به اون اعتقاد داشتن که کتاب الغیبه نوشتن و ده ها صدها روایت در این مورد جمع‌آوری کردن، در این مورد هم کاملا سکوت کردید. دروغی که گفتید که نزد اهل سنت معیار است که حدیث متواتر نیاز به بررسی سندی ندارد، این دروغی است که باید بهش پاسخ بدید. کی گفته؟ کجا گفته؟ برعکس شما ثابت کردید. برعکس اهل شما سنت اینو گفتن، اعتقاد ندارن. بله. روایت متواتری که تمام آحادش ضعیف باشد نداریم، اگر که داریم شما بیارید اینو نشون بدید. یک نمونه. نمونه رو نشون دادن، انشالله بحث خواهیم کرد ببینیم که نمونه بله. همچنین نمونه از حدیث متواتری که همه رواتش ضعیف باشن، اینو بارها مجهول باشن، ضعیف باشن، که اینم جواب ندادید. و این اشتباه یا گمان شما که حدیث متواتر به رواتش نظر نمیشه، اصلا روات مهم نیست در اینجا که بررسی بشن، این گمان شماست، اشتباه شماست، یا که اشتباه کردید یا که برگرفته از همون حماقت و جهالتی که از استادتون قزوینی به ارث بردید. در هر صورت من در این چند دقیقه این مطالب رو
یادداشت کردم 6 مورد هست که امیدواریم که در هفته آینده بیان به این مسائل پاسخ بدن، البته با تلبیس و دروغگویی. و من یک اصطلاحی داشتم ازت استاد، در نظر شما بیادبی هم میشه. یکی از همکاران اینها شریفی بود، این خیلی میخندید مثل میمون. من در یکی از برنامه که میخواست بخنده بهش گفتم مثل میمون نخند، خیلی بهشون برخورده بود. من اگر اجازه بدید به ایشون و به مجریش که خیلی میخنده، نمیدونم یاد دوران جوانیشون در حوزه میافتن میخندن، بهشون میگم که زیاد نخندید مثل میمون، بیاید پاسخ علمی بدید، جواب بدید. جناب استاد، مثال حدیث متواتر، این مسئله که خیلی واقعا برای منم دلچسب بود هفته گذشته، رفتن خودشون رو کشتن تا 200 تا مرجع و نمیدونم فلان اینا، یک روایتی آوردن مثال حدیث متواتر. کلیپشو ببینیم بعد در موردش صحبت می‌کنیم. اما اشکال بعدی که به ما گرفته، گفته اون مثالی که اینا آوردن مثال روایت متواتر نیست. ما یک روایتی آوردیم گفتیم آقا جان در این طبقهش گفتن تواتره، تواتر نسبی هم هست. دقیقاً کلمه تواتر نسبی به کار بردم. تواتر نسبی هم هست، با اینکه این طبقهش متواتر گفتند نیاز به معرفت راوی ها نیست. کلیپو با هم ببینیم. کلیپ شماره 6 رو با هم دیگه ببینیم. باز هم چه ادعایی کردن در مورد استاد ابوالقاسمی و مطالبی که داشتن. فرمودن در زبانشون جاری شده یا از زبانشون در رفته. حرفی که واضح استاد ابوالقاسمی زدن. با هم ببینیم. یعنی این تعداد زیادی که در اینجا 20 نفر یا 30 نفر از فرزندان صحابه هستند، فقط در یک مقطع چیکار هست؟ سند هست. فقط در یک مقطع سند، در یک مرحله است، در تمام مراحلش نیست. پس بنابراین همون گونه که خودش هم از زبانش در رفت، این مثلا متواتر نسبی هست، متواتر اصطلاحی نیست. متواتری که شرایط تواتر رو داشته باشه که در تمام ادوار چیکار باشد، یعنی تعداد کسی این روایت کرده باشد. پس بنابراین بنابر شرایط تواتر این حدیث رو به هیچ عنوان شما نمیتونید به عنوان حدیث متواتر چیکار بکنید، معرفی بکنید. میتونید بگید که در این سند در فلان جایش راویان به حد تواتر رسیدن، اما این معنیش نیست که حدیث چیکار شده، متواتر هست. بله، فرمودن این حدیث به این معنی نیست که این حدیث متواتر میشه. میتونیم بگیم فقط در یک طبقش تواتر روات وجود داره. ما یک روایت یا هفته قبل نشون دادیم در برنامه، گفتیم این روایت رو در خیلی از کتاب‌ها آوردن. روایت رو هم بیارم. بله، روایت ابو داوود نقلش کرده. بعد میگه عنید صفوان ابن سلیم از عدتون من ابناء الصحابه آبائهم. خب اینو که من دیدم این یه نفره، این که خیلی واضحه. ابو داوود هم یه نفره، این که روشنه. عدتون من ابناء الصحابه، تعدادی از فرزندان صحابه از پدرانشون. این تعدادی از فرزندان صحابه مشخص هستند؟ نه مشخص نیستش. آیا این ضرر میزنه؟ ببین خود سنی‌ها چی گفتن. خودشون گفتن این طبقهش به چی رسیده؟ به تواتر رسیده. این طبقهش به تواتر رسیده، به این روایت میگن چی؟ به این روایت میگن متواتر نسبی. به این روایت میگن متواتر نسبی که یک نوع از متواتره. متواتر معنوی داریم، تواتر لفظی داریم، تواتر اجمالی داریم. اینا یک مدل. تواتر مطلق و تواتر نسبی هم داریم. اگر من میگم که آقای متواتر است، یکی از انواع متواتر، درست گفتم یا غلط گفتم؟ اصلا سلام من غلط گفته باشم، تأثیر تو بحث علمی ما داره. حالا اینجا آقا اصلا من گفته باشم این روایت متواتر، بحث ما سر اینه این طبقهش که متواتر هست. روایت متواتر از چند طبقه متواتر تشکیل میشه. خب وقتی شما قبول میکنید اگر یک طبقه ای بود 30 نفر بودن، ما هیچ کدومشون هم نمیشناسیم، این طبقه میشه چی؟ میشه متواتر. کلشون رو هم دیگه میشه چی؟ فرض کن ما 10 تا طبقات 30 نفره داشته باشیم که هیچ کدوم نمیشناسیم، باز هم متواتر فرق نمیکنه، باز حرف ما ثابت شده. پس گیر علمی نیستش، اشکال علمی نیست. میگه آقا اشکال لفظی داشته، به جای متواتر نسبی گفته متواتر، که من متواتر نسبی هم خودش اعتراف کرد گفتم. برای جناب استاد واقعا من نمیدونم که این در این طویله حوزه علمی قم این آقا چی میخورده چی میخونده اونجا. جناب استاد بفرمایید. من معذرت میخوام، من نمیتونم صحبت بکنم از بس که یعنی مطالب خیلی علمی رو جواب دادن. اول چی عرض کنم، یک لطیفه بگم اول خدمت شما، بعدش این. خب ایشون یک جمله در این کلیپ خودشون نقل کردن، گفتن که باز اون شاگردش، من خدمتش توضیح میدم، میگه که اگر متواتر نسبی من گفته باشم، خب متواتر نسبی یکی از اقسام متواتر هست،
میپرسه از اون بغل دستش، اسمش هم نمیدونم، آیا درست گفتم یا اشتباه گفتم؟ متواتر نسبی یکی از اقسام متواتره. اگر من یک متواتر نسبی رو آورده باشم و گفته باشم متواتر هست، الان شما بگید اشتباه گفتم یا درست گفتم، اون میگه نه درست گفتید. خب این مطلبش. از این من به یاد یکی از داستان یک روزخوانی منو انداخت. یکی از دوستان موثق ما که الحمدلله الله متعال الان هدایتش داده، در یکی از شهرهای شمال ایران، استان مازندران، اسم شهر رو نمیبرم، گفتند که من رفته بودم در اونجا، یک روزخوانی بالای منبر رفته بود و صحبت میکرد. موضوعش این بوده که در واقع ائمه و بزرگان و انبیا یک کمک غیبی برای اونا همیشه هست. این معجزات پیامبران و کرامات اولیاء و ائمه این چیزها رو صحبت میکرده. ایشون درباره آیه 69 سوره انبیا که الله متعال میفرماید قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، اینو توضیح میداده و در اونجا در واقع ترجمه میکرده برای مردم. اصل این آیه این گونه هست که الله متعال میفرماید که زمانی که ابراهیم رو در آتش انداختن، ما به آتش دستور دادیم قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، ای آتش نسبت به ابراهیم برد و سلام باش، سرد و سلامت باش. این ترجمه آیه هست. این آقای روزخان رفته بود بالای منبر و خیلی داغ کرده بود و میگفت که الله متعال پروردگار از بالای آسمان نمیدونم به آتش صدا زد که ای آتش فلان کاره ای آتش فلان کاره نمیدونم که سرد و سلام بود. چون که این فکر کرده بود قلنا یا نار کونی یک پشت همین در واقع کوچه بازاری هست که معمولا یعنی در مردم میدن. ایشون میگه که بعد از این که روزهش تمام شد رفتم پیشش گفتم که جناب شما این آیه رو اشتباه ترجمه کردید. این یا نارکونی این فوش کوچه بازاری نیست که خودمون میدیم و رواج تو کوچه بازار رو مردم میدن. میگه نه، این روزه رو من جلوی چند نفر از علمای بزرگمون خونده بودم، کسی به من ایراد نگرفت، اون وقت شما میاد از من ایراد بگیریم. الان به این آقا ما بفهمونیم که آقا این متواتر نسبی نه اون متواتری هست که شما فکر کردید، این یک چیزی دیگر هست، یک معنی دیگر دارد و متاسفانه یعنی فهمانیدن این آقایون کار حضرت فیله. منتها ما این مطالب رو بیان میکنیم که اگر این آقایون نفهمند یا نمیخواهند بفهمند، حداقل عموم مردم در واقع این مطالب رو بفهمند. نقطه اولیش که ایشون اومده از همون کتابش از الفیاح که هفته گذشته من کاملا نشون دادم، من نمیخوام دوباره اون کتاب رو باز بکنم. این کتاب این نمونه ای رو که این آقا آورده، من عرض کردم که امام احمد رحمت الله علیه فرمودند که این روایت اصلی ندارد، روایت بی‌بنیادی هست و ابن جوزی رحمت الله علیه به نقل از این قول امام احمد رو در کتاب الموضوعات خودش نقل کرده، این روایت رو جز روایات موضوع در واقع قلمداد کرده. اون وقت روایتی رو که اهل سنت و الجماعت گفتند که موضوع هست یعنی ساختگی هست، این آقا به عنوان روایت متواتر در واقع اومده برای ما نمونه رو یعنی معرفی کرده. من از این آقا میخوام سوال اول من در این مورد این است، همین کتابی رو که شما نشان دادید مردانگی بکنید، یک مرتبه دیگر بیایید از صفحه قبلش بخونید، همون مطالبی رو که من هفته قبل نشان دادم خدمت بینندگان عزیز که این قول امام احمد هست و در مورد این روایت گفته که این روایت اصل و اساسی رو نداره. این مطلب اول. مطلب دومی که در اینجا در واقع اشاره کرده بودن که من عرض میکنم خدمت ایشون متواتر نسبی، ایشون گفتند که اگر من گفته باشم متواتر و این روایت جز متواتر نسبی باشد مگه من دروغ گفتم، اشتباه گفتم؟ اون بغل دستی میگه نه اشتباه نگفتید. متواتر نسبی اون متواتری نیست که در بالاترین درجه صحت هست. دقت بکن روی نقطه. متواتر نسبی اون روایتی نیست که اون متواتری نیست که در بالاترین درجه صحت باشه که به ادعای آقایون نیاز به بررسی سندی ندارد. روایت متواتر نسبی حتی نه اینکه تنها میتواند ضعیف باشد بلکه میتواند که جعلی هم باشد، چون که فقط در یک طبقه چیکار هست؟ متواتر هست. بقیه طبقه هایش، بقیه راویانش مثلا 10 نفر مثلا روایت کردن در این سند هستن، 1 نفر یا 2 نفر یا 3 نفر این روایت کردن، بعدش 1 نفر 2 نفر 3 نفر روایت کردن یا چند نفر دیگه روایت کردن، در اینجا که اومده بالفرض 100 نفر شدند. خب این متواتر نسبیه. این معنیش این نیست که این متواتر نسبی یعنی در بالاترین درجه صحت هست.
خب بقیه افرادش ضعیفند، شاید اصلا دروغگو باشند، شاید جاهل حدیث و وضع کننده حدیث باشند. این خود آقا فکر کنم اینو بفهمه که در بررسی سندی حکمی که بر یک حدیث صادر میشه با توجه به ضعیفترین حلقه وصله، ضعیفترین حلقهش رو نگاه میکنند که در چه حدی هست، حکم حدیث همین هست، ولو اینکه بقیه طبقاتش چیکار باشند، خیلی قوی باشند یا اینکه متواتر هم باشند، ضعیفترین رو معیار قرار میدن، نه اینکه اینجا در این تواتر نسبی رو که این آقا در واقع ذکر میکنن. پس بنابراین این تواتر نسبی که ایشون ذکر کردند، باز هم من عرض میکنم که این جز اون متواتری نیست، این یا نارکونی چیزی دیگر هست جناب آقای ابوالقاسمی، و اون چیزی که شما در کوچه و بازار سر زبانتون هست اون چیز دیگر. این تواتری که شما نشون دادید اون متواتری نیست که در بالاترین درجه صحت است. خب بار دیگر من سوال خودم رو بنابر همین فهم شما من بررسی میکنم، آیا متواتر نسبی نیاز به بررسی سند دارد یا خیر؟ بازم جواب بدن. قبلا میگه دعوای ما این رو این هست که متواتر نیازی بررسی سندی نداره. مثالی آوردن برای چی؟ برای متواتر نسبی. خب منم تنزل میکنم، سوال خودم رو تغییر بدن، آیا متواتر نسبی نیازی به بررسی سندی دارد یا خیر؟ اینو بیاد هفته بعد انشالله جواب بدن تا اینکه کاملا یعنی بینندگان عزیز متوجه باشند که ما چی میگیم، اینا در واقع میان چه جوابی رو به ما دادن. متواتر نسبی از نظر حکمی جزو روایات آحاده. روایت متواتر نسبی از نظر حکمش جزء آحاد هست. این حدیث واحد هم میتونه صحیح باشه، هم میتونه ضعیف باشه، اصلا میتونه که جعلی و دروغ باشه. به هیچ عنوان حکم متواتر قطعی رو و متواتر مطلق رو در واقع ندارد. مطلب دوم بود و مطلب سوم من عرض میکنم. جناب ابوالقاسمی، مگر من از شما مثالی برای متواتر نسبی خواسته بودم که اومدید این مثال رو برای من آوردید؟ بحث ما روی متواتر مطلق هست. شما فکر بکنم به این اندازه اصول خونده باشید که المطلق ینصرف الی الفرد الکامل. وقتی که یک فرد یک حکمی رو مطلقی رو از شما میخواند، یعنی فرد کاملش رو مثال بیار. من عرض کردم که متواتر یعنی متواتر مطلق، متواتری که کامل باشه، متواتری که بنابر قول شما نیازی بررسی سندی نداشته باشد. مگر من از شما مثال متواتر نسبی رو آوردم که آوردید این مثال رو برای من در اینجا آوردید؟ اصلا برای هر چیزی آورده باشن این دروغه. یعنی اون اصل و قاعده‌ای که ایشون مبنا کرده بود، خب این مثال مال اون قاعده نیست. من قبلا هم توضیح دادم، می‌بینم یک اشاره کردم. مثالی که ایشون آوردن مثال اینه که چندین روایت ضعیف در کنار همدیگر به درجه حسن میرسن. حتی همین روایتی که خودش هم نشون میده در اونجا آورده که سندش حسن هست. چرا حسن هست؟ زیرا که این روایات، این 30 نفری که در این یک طبقه سند هستند، با اینکه مجهولند، مجهول بودن راوی یکی از دلایل ضعف روایت هست، اما از نظر اصولی و از نظر محدثین این حدیثی که راویانش مجهول هستند یا شناخته نیستند، این نوع ضعفش با کثرت طرق جبران میشه، یعنی از حالت ضعف خارج میشه، میشود حسن لغیرهی، تقویت میشه. سند به جای اینکه ما بگیم که سند ضعیفه، میگن که سندش حسن هست. به خاطر چی؟ که افراد خیلی زیادی هستند، یعنی این 30 نفری که اینجا جمع شدن به اینها مساوی هستند با یک نفر ثقه، با یک نفر ثقه‌ای که در واقع در حد، البته به خاطر اون تمیزی است که اونها دارن، صحابه یا تابعین باشن، چون 30 نفر از ابناء الصحابه ذکر شده در اونجا. بحث صحابه که بحث جداگانه هست. 30 نفر از تابعین هم که باشن، فرزندان صحابه باشن، اصل بر اینه که شرط عدالت اونها ثابت بشه. خب الان اومدیم ما نمیدونیم، گفتن 30 نفر که از فرزندان صحابه بودن، ما میگیم این 30 نفر با این که ما اونها رو نمیشناسیم، اینها مساوی هستند با یک نفری که ما چیکار میکنیم؟ میشناسیم. افراد حدیث باید شناخته باشن، وگرنه مجهول باشند، یعنی این که سند چی هست؟ ضعیفی هست. الان که 30 نفر بودند، این 30 نفر همدیگر رو تقویت میکنن و این حدیث رو از حالت ضعف خارج میکنن، میرسد به درجه حسن غیری. فقط در این اندازه هست، بیشتر از این هیچ گونه تأثیری رو در واقع در سند نداره. باز هم این سند جز این حدیث جز روایات آحاد هست، جز روایات متواتر نیست. فقط در یک مقطع سند تواتر نسبی دارد و متواتر نسبی از نظر حکمی حکمش همون حدیث فرد و حدیث واحدی هست. یک نکته جالبی که در اینجا گفت، واقعا من یعنی وقتی که این حرف رو شنیدم اینقدر یعنی الحمدلله که این برنامه سبب شد که من یعنی وقتی تنها هم نشستم تو دفترم یک مقداری با خودم هم بخندم. ایشون در آخر میگه که سلمنا که من غلط گفته باشم، سلمنا که من غلط گفته باشم. این مثالی که من آوردم، سلمنا که من غلط گفته باشم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟
بر روی بحث علمی ما چه تأثیری داره؟ هیچ. مثال این مانند اینه که یک خانومی ادعا بکنه که شوهر کرده، یک بچه رو هم داره، میگه که فلانی، من با فلانی ازدواج کردم و چون شوهرمه و اینم بچه من هست. خب ادعا میکنه. خب رفتند و ثابت کردند، این آقا رو بردند آزمایش گرفتند که آقا این آقا از بیخوبون مردانگی نداره، نمیتونه بچه دار بشه. الان به این خانمه میگن که شوهر تو که اصلا یعنی مرد نیست، اصلا نمیتونه که زنی رو باردار بکنه، این بچه رو از کجا آوردی؟ آزمایش دی ان ا هم که گرفتم معلوم شد که این بچه از این شوهر نیست، مال یک کسی دیگر هست. معنیش اینه که این خانم برگرده بگه خب بالفرض که این بچه مال شوهرم نباشه، چی میشه اون وقت؟ هیچی نمیشه دیگه. چه اتفاقی میفته؟ خب این بچه میشه حرامزاده. این بچه نسبت دادنش به این شوهر در واقع درست نیست. به این آقا من میگم خب وقتی که اگر این گونه باشه، معنیش این است که این قاعده شما از بیخوبان باطله. اون وقت میگه خب اگر بالفرض من اشتباه کرده باشم، مگر چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاق واقعا هم نمیفته. وقتی که اصلی رو که بیان کردی که ما گفتیم که اصلی نیست، گفتیم مثال بیار تا اینکه اصل شما ثابت بشه، رفتی مثالی آوردی و آخرام که به آخرش رسیدی میگه بالفرض که من اشتباه کرده باشم. اشتباه کردی یعنی این که اصل مطلبت و اصل قاعده‌ای که گذاشتی در واقع اون زیر سوال میره و باید یک مثال دیگه بیارید. بازم ما به شما فرصت میدیم. اگر این مثال متواتر نسبی هست، عرض کردم که برای ما این مطلب رو بیان بکن، آیا متواتر نسبی از دیدگاه شیعه نیاز به بررسی سندی دارد یا خیر؟ این یک مطلب. بازم ما با شما حاضر هستیم که یک قدم دیگه بریم، یک فرصت دیگه میدیم. اگر این مثال اشکال داره، دقت نکرده بودید، اون 200 نفر نبودند که به شما کمک بکنن، برو از استادتون آقای آیت الله قزوینی کمک بگیرید، یک مثال دیگه بیارید. یک مثال دیگر برای متواتر مطلق که در تمامی طبقات متواتر باشد و شروط تواتر در اون وجود داشته باشد و با وجود این حال تمام آحاد چیکار باشند؟ مجهول باشند. ما یک فرصت دیگر میدیم که ایشون برن و تحقیق بکنن. البته یک مطلب دیگری که در اینجا میگه که و خیلی جالب بود، این آخرین قسمتی که بود، میگه که خب شما قبول دارید که یک قسمت در این روایت چیکار شد؟ یعنی متواتر شد. شما اینو قبول دارید؟ بله ما قبول داریم که 30 نفر هستن در حد تواتر هستن. اما یعنی چی؟ یعنی 30 نفر ثقه هستن، اینو کسی نگفته. این 30 نفر والا اینکه مجهولن، به اندازه یک نفر ثقه ما اونا رو قبول داریم. میگه خب شما قبول کردید که 30 نفر در یک طبقه شدن متواتر، یعنی این بحث در اینجا متواتر شد. الان میگه خب 30 نفر روی 30 نفر روی 30 نفر روی 30 نفر تصور بکنید. خب میشه همین حرفی که ما گفتیم دیگه. مگه بازی قایم موشک بازیه که 10-20 بکنیم بگیم که آقا ما هم قبول کردیم؟ بحث روی یک مثال تطبیقی و عملی هست. شما ادعا کردید که این قاعده اهل سنت و الجماعت هست که متواتر بررسی سندی نمی شود. ما از شما دلیل خواستیم، نمونه خواستیم. الان که اومدیم نمونه رو که آوردید متواتر مطلق نیست، به قول خودش الان متواتر نسبی شده. متواتر نسبی من توضیح دادم که جزء آحاده، اصلا جزء متواتر حساب نمیشه و درجهش هم میتونه که ضعیف باشه، میتونه که حسن باشه، میتونه که در واقع حتی موضوع باشه. پس بنابراین بار دیگر من از این آقا میخوام که یکی مثال دیگری در این مورد که گفته بودند و این متواتر مطلق نه متواتر نسبی، یک مثال دیگری رو انشالله بیان بکنن. ما این قول دادیم خدمت بینندگان عزیز و این تعهد رو هم داریم که هر مطلبی که در این برنامه گفته شده، هر ایراد علمی که روش بگیرن ما پاسخگو هستیم. تا به کنون الحمدلله 2 سال گذشته ما هیچ گونه مطلبی رو که از این برنامه اشکال گرفتن، هر کسی اشکال گرفته ما پاسخش رو دادیم. این اشکالی که آقایون گرفتن اینم پاسخی که روی پاسخش بود. ما در کلیپ کاملا پخش شد، هم پاسخ هفته گذشته پخش شد که در این کلیپ اونا نیاورده بودند، اما ما کاملا در اینجا آوردیم و اینو پاسخ دادیم و هم پاسخی که ما داده بودیم و اون روی پاسخ ما پاسخی رو آورده بودن، اینو کاملا ما پخش کردیم و این مطالبی هست که در مورد آخرین پاسخشون من عرض کردم که انشالله امیدواریم که در هفته بعدی بیاند روی این مطالبی که من عرض کردم یک مثالی رو یعنی تطبیق بکنند این مسئله رو. بله جزاکم الله خیر. من شاید بعضی از بینندگان ما ندیده باشن برنامه‌ای که گذشت. مثالی که ما از ایشون خواسته بودیم در مورد حدیث متواتر بود و یک در هفته گذشته من عرض کردم خدمت بینندگان عزیز که البته خطاب من آقای ابوالقاسمی بود که آقای ابوالقاسمی هر گردی گردو نیست، هر سیبیلوی باباد نیست. فکر نکن که این روایتی که در اینجا همچی سرج زدی عدت من ابناء الصحابه فکر کردی که این روایت متواتر است.
این صحبت ایشون هست. اگر که احمد جان این صفحه رو نشون بدید. این کتاب رو میاد سرچ میزنه، تنزیه الشریعه، توضیح الافکار، توجیه نظر، یک قاعده ثابتیه. روایت رو نقل کردن، میگه اسناده جید ان کان فیه من لم یسمه. در این روایت یه افرادی هستن اصلا نمیدونیم کیا هستن. کسی که اصلا نمیدونی کی هست میشه بررسی رجالی کرد. آقای حسینی نخیر، یه نفری بررسی رجالی کنید، مهمل دیگه میشه. اما فانهم عدة من ابناء الصحابه یبلغون حد التواتر. چون تعداد بالا میره میشه چی؟ متواتر. و متواتر لا یشترط فی العداله. اصلا در متواتر عدالت شرط نیست. یه مقداری من توضیح بدم. یه بار شما میری تو خیابون، یه نفر میاد میگه آقا فلان تصادف شد، نفر دوم میاد، سوم، چهارم، شما اصلا نمیشناسیدش. 100 نفر میایین، شما اصلی میری خونه میگه خانم فلان جا تصادف شده بود، کی بهت گفته؟ همه تو خیابون میگفتن. این متواتره، برای شما یقین میاره. بله. این قسمت این نمونه ای بود که ایشون آورد که این حدیث متواتری که در نزد اهل سنت نمونه حدیث متواتر. اگر دوستان دقت کرده باشن همینجا رو همین کتاب احمد جان، اگر که این صدا نباشه فقط همین قسمت رو من میخوام صفحه شو نشون بدی که اینا دلیل میارن که بله همینجا صفحه 437 از کتاب شذ الفیح، صفحه 437. دقیقاً من همینو از کتابخانه مکتبة الشامله آوردم، صفحه 434. یعنی چند صفحه که برگردی عقب، بحث در مورد معرفت المشهور من الحدیث، احادیث مشهوری که در زبان مردم مشهور هست و گفته میشه. اینجا مؤلف میاد نمونه میاره که بعضی از این روایت های مشهور صحیح هست، مانند انما الاعمال بالنیات، و بعضی از این روایت ها هست که در مورد چی گفته؟ امام احمد میگه که اربعه احادیث تدور عن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الاسواق لیس لها اصل. میگه 4 حدیثی که هیچ اصلی نداره، در بازار بر زبان مردم جاری است. یکی از این روایات همین روایتی است که ایشون میاد به عنوان حدیث متواتر در صفحه 437. این صفحه بعدی رو من خدمت بینندگان نشون بدم. بله در اینجا دقیقاً صفحه 437 اینجا دوستان زوم بکنن، صفحه 437 و در اینجا صفحه 437 از کتابی که دقیقاً همون کتاب هست، صفحه 437. این همون روایتی است که امام احمد در مورد این روایت میگه که لا اصل. روایت قبلی است. روایت قبلی بله. این روایت است. بله. روایت میگه که سکت علیه ابو داود. بله. نعم الحدیثان الاخران لا اصل لهما. 4 تا حدیث هست، 2 تا رو بررسی کرده، میگه 2 حدیث آخری هم هیچ گونه اصلی در واقع نداره. این 4 حدیثی که هیچ اصلی ندارد در نزد اهل سنت، این رو آوردن به عنوان نمونه حدیث متواتر به دروغ و تزویر دارن در شبکه به مردم نشون میدن. اگر مردانگی و غیرت و شجاعت داری آقای ابوالقاسمی، اگر در اون، حالا من نمیخوام در مورد حوزه علمی، شاید فضلایی هم از اونجا فارغ التحصیل شده باشن، اما نمیدونم که ایشون در اونجا چی میخورده که اینطوری دروغگویی و حقه بازی و مکاری یاد گرفته. اگر غیرت داری، اگر شجاعت و مردانگی داری، همین صفحه 437 و 2 صفحه برو عقب از شروع فصل مفصل اینو بخون و ترجمه بکن. البته ترجمه دقیق مثل ترجمه قبلی. این که بیارن که یکی از علمای اهل سنت و الجماعت گفته باشه این حدیث متواتره. گفتم متواتر نسبی که من توضیح دادم کاملا که متواتر نسبی یعنی چی. کدوم از کسی از علمای اهل سنت و الجماعت گفته که متواتر نسبی جز اقسام متواتری هست که رجالش بررسی نمیشه. گفتیم متواتر وقتی میگه متواتر مطلق، قبلا منم توضیح دادم، ایشون هم گفتم که در بالاترین درجه صحت است. اما این در یک طبقه متواتر نسبی هست، اما بقیه رجالش نیاز به بررسی سندی دارند. من همین سوالو عرض کردم خدمتتون، آیا از دیدگاه شما متواتر نسبی نیاز به بررسی سندی دارد یا ندارد؟
اینو مشخص بکنه. شما قبلا گفته بود متواتر نیاز بررسی سندی ندارد. من سوالم این عرض کردم که آیا متواتر نسبی هم نیاز بررسی سندی ندارد؟ اینو جواب بدن تا اینکه حقیقت برای بینندگان مشخص بشه که آیا این مثالی که ایشون آوردند، خب اولا میفهمیدند که متواتر نسبیه. شما این مثال رو آوردید برای متواتری که نیاز بررسی سندی نداره. آیا بازم روی حرفتون هستید؟ یا اگر حرفتون عوض شده یک مثال دیگری هم میتونید که بیارید، ما در خدمت شما خواهیم بود. البته بنابر مذهب وقاحتی که ایشون داره هیچ اشکالی نداره. حالا بالفرض مثال این مثالشون غلط باشه، اشتباه باشه، هیچ اشکالی نداره. این آقای یزدانی رفیق شما تو منطقهشون یک مثالی هست، یک کمی یعنی شاید مناسب نباشه اما من با کنایه میگم، میگن بند خدا رو با تنه درخت زدن به اونجاش، مردم که اومدن پیشش گفت هیچ اشکالی نداره. چرا؟ گفت زیر سایش میشینم. این مثال آقای ابوالقاسمی است. از آقای یزدانی بپرسید، این مثال تو منطقه اونا خیلی معروف است. شما هم زیر سایه درخت بشینید و کیف کنید آقای یزدانی. یک میان برنامه میبینیم و دوباره برمیگردیم خدمت. نور في الظلمات أنسي في خلواتي همانا کسانی که در ازای بهای ناچیزی آنچه را که الله از کتاب آسمانی نازل کرده پنهان می‌دارند، جز آتش چیزی نمی‌خورند و الله در روز قیامت با آنان سخن نمی‌گوید و آنان را پاکیزه نمی‌گرداند و برای آنها عذابی دردناک است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بله بینندگان عزیز گرامی، با سلام مجدد خدمت شما عزیزان. ادامه بحث همین حدیث متواتر است که اینا میخوان با حدیث متواتر، البته به اصطلاح متواتر، شما خیلی گیر ندید، حدیث متواتر دلشون خوش. اول میگفتن حدیث صحیح، حالا اومدن رو متواتر. البته اینجا گیر داده بودن که ما گفتیم که تنازل کردن به حدیث متواتر. اول ادعا میکردن که بلا منازع حدیث صحیح دارن، 40 تا حدیث صحیح. بعد که بهشون گیر دادیم در مورد اون به اصطلاح روات درب و داغونی که دارن، اومدن گفتن نه اینا متواتره و نیاز به بررسی رواتی نداره. علی کل حال ما هر کدومش به هر راهی که بریم ما باهاتون هستیم تا باطل بودن مذهب شما رو ثابت بکنیم. جناب استاد، رو قضیه اسم کتاب گیر داده بودن. اسم کتاب رو من در اون مرحله اولی که گفتم، من در حد یک چند ثانیه من گفتم که ایشون اشتباه خوندند، درستش اینه و سلام دیگه. در اون کلیپ هم من بنده عرض کردم، اما انگار که این قضیه براشون خیلی حیاتی بوده، دوباره اینو پاسخ دادن و انشالله پاسخ ایشون هم میشنویم. دوباره من خدمت شما. احمد جان، کلیپ شماره 3 رو پخش بکنید، قسمت اولش رو. اشکال به من گرفته، گفته شما اسم کتاب رو اشتباه گفتی. کلیپ 204 رو با هم ببینیم.
کلیپ 204 ایرادی که به استاد ابوالقاسمی گرفتن، گفتن اسم کتاب رو اشتباه خوندید. در این کتاب شرح نخبة الفکر هست. شرح نخبة الفکر فی مصطلح اهل الحدث اهل الاثر که این آقا اینو نخبة الفکر میخوندند که اشتباه از اسم کتاب رو درست نخوندم. گفتن که شما چرا نخبة الفکر خوندید؟ من همونی که ایشون نشون داد نشون بدم. خدا فرمان لطف کنن. شرح و نخبة این چیه اینجا روی کاف گذاشته؟ این سکون نیست روی کاف گذاشته؟ من نمیدونم کتابی که خودش داره نشون میده نوشته شرح نخبة الفکر. حالا یه کتاب دو مدل خونده بشه. من عکس دیگه نشون بودم. شرح نخبة الفکر لشیخ. کمی برگردونید. بله، یک کمی برگردونید همون قسمت تصویر رو نشون بدید که ایشون میگه که اینجا نگاه کنید، چون وقتی گفت که این رو کاف سکون گذاشتن جناب مولانا تبسمی کردن. من میخوام اینو سر این تبسم رو بدونم. برگردید یک بله اینجا من از اینجا نشون میدم. خب بسیار خوب. نشون بدم. خدا فرمان لطف کنن. شرح و نخبة این چیه اینجا روی کاف گذاشته؟ بله. این چیه جناب مولانا که روی کاف گذاشتن؟ من همین کتاب رو من دوستان این دوربین رو فعال بکنم. این همون کتابی هست که ایشون در واقع نشون داده. از همین کتاب تصویرش رو گرفتم. بله. گفتند که شرح نخبة الفکر در اینجا. بله. من عرض کردم که این اصل کتاب اسمش الفکر هست. نخبة الفکر هست. ایشون میگه که اینجا رو نگاه بکنید. این علامت چیه که اینجا روی کاف گذاشته؟ این علامت رو میبینید؟ این علامت چی روی کاف گذاشته؟ یک بار دیگه اجازه بدید این تصویر رو نشون بدن، شاید بینندگان به این نکته ظریف متوجه نشده باشن. نشون بدم. خدا فرمان لطف کنن. شرح و نخبة این چیه اینجا روی کاف گذاشته؟ این سکون نیست روی کاف گذاشته؟ من نمیدونم کتابی که خودش داره نشون میده. بله. البته نکته رو من بگم، برای ایشون فرق نمیکنه که زیرشون چیزی باشه، سرشون چیزی باشه. میگه پیش جانانه ما کشمش و کندانه یکیست. بفرمایید. ایشون این واقعا یعنی جای تأسف هست که اصرار روی خطا و روی اشتباه کردن یک طبیعت بشری هست. من یه وقتی ناظر امتحانات بودم در یک از مدارس اهل سنت و الجماعت. اون مسئولی که ما داشتیم گفت که مواظب باشید که شماره ته برگ و سر برگ رو درست بزنید که بعداً وقت تصحیح اوراق دچار مشکل نشیم. یکی از دوستان ما برگشت گفت که من اصلا اشتباه نمی‌کنم. خب شماره ته برگ و سر برگ وقتی میزنم گفت که نه من اصلا اشتباه نمی‌کنم. اون آقایی که مسئولی ما بود آدم خیلی شوخی هستن و خیلی طبع شیرینی دارن. گفت که تو آدم نیستی. تا گفت تو آدم نیستی و بنده خدا کامل رنگش زرد شد و پریشان شد که تو یک جمعی که همه اهل علمند یکی برگرده بهش بگه تو آدم نیستی خیلی ضایع هست. دوباره مسئول ما لبخندی زد گفت خب تو حتما فرشته ای. پس آدم همشون اشتباه میکنند، تمام آدم ها اشتباه میکنن. الان درسته ما گفتیم شما اشتباه کردید. من در اون هفته گذشته ایشونو در واقع لقمه ای رو تو دهنش گذاشتم و به خاطر سبق لسانی بوده، متوجه نبودید و گفتم یک توجیه. خب بگو من سبق لسانی بوده. الان اومده که اون اشتباه خودش رو توجیه بکنه. واقعا این دیگه خیلی ضایع هست. میگه که اینجا این دوربین رو فعال بکنم. میگه این علامت چیه که اینجا بالای کاف گذاشته؟ الان بینندگان عزیز شما بگید این بالای کاف هست یا زیر کافه؟ این بالای کافه یا زیر کافه؟ این آقا تشخیص نمیده بالای کاف رو با زیر کاف. این یک مطلب. و جالب از همه این هست که یعنی متاسفانه بعضی از مردم عقلشون به چشمشونه و اونم چشمشون درست کار نکنه دیگه افتضاح میشه. و جالب این است که اون آقایی که کنارش نشستند اسمش هم نمیدونم کی هست، میگه که این چیه که زیر کاف گذاشته؟ میگه بله اینم سکونه که سکون بالای کاف گذاشته. اونم انگار داره میبینه. اینو من به یاد یک حکایتی انداخت که حوزویه اینو خوب میدونند که من چی میخوام بگم. داستان بز اخفش. آقای اخفش از نظر معنیش این است که کسی که دیدش ضعیفه،
کمسو هست چشمش و اصلش ایشون یک نحوی هستند، خیلی آدم مهمی بودند و اسمش هست که سعید ابن مسعده اسمش فکر کنم بوده، مال قدیم هست، یعنی در اوایل قرن سوم ایشون فوت کردند. یک نحوی مشهوری هستند و کتابایی فکر کنم که داشته باشم. ایشون یک فردی بود که ایشون یعنی دوست نداشت کسی روی حرفش حرف بزنه. اهل مباحثه و بررسی علمی در واقع نبود، اصلا دوست نداشت که کسی ازش دلیل بخواد، روی حرفش حرفی بزنه یا حرفش رو نقد بکنه. بدین خاطر اصلا با مردم گرم نمی گرفت، یعنی در مباحث علمی شرکت نمی کرد. این آقا رفت و یک بوزی برای خودش خرید تو خونه خودش، بذار آورد تو خونه خودش و روی شاخ بز یک طنابی رو بست. روی شاخ بز یک طنابی رو بست و این طناب رو برد به سقف و از روی غرغره، از داخل غرغره اینو گذراند و دست خودش گرفت. الان نشست برای این که مباحث علمی رو مطرح بکنه، اونم علم نحو رو. میگفت دیگه هر چی دلش میخواست دیگه با بز خودش مطرح میکرد و دلیل می آورد و آخر میگفت که فهمیدی؟ خودش طناب دست خودش بود، طناب رو میکشید پایین، سر بز بنده میره بالا میره، یعنی اینکه نفهمیدم. خب دوباره طناب شل میکرد و دوباره توضیح میداد، دلایل بیشتری می آورد. مرحله دوم یکمی طناب رو کمتر در واقع میکشید تا اینکه خودش هم خسته میشد و طناب رو نمیکشید. بز دیگه وقتی فهمیدی سرش خب پایین بود، وقتی پایین بود بله فهمیدم. جالبه این آقایی که جلویشون نشستن دقیقاً دارن نقش همون بز اخفش رو بازی میکنن. میگه خب این چیه که روی کاف گذاشته؟ میگه بله روی کاف گذاشته. خب اگر آقای ابوالقاسمی چشمشون نمیبینه، خب شما میبینید در اونجا، شما دیگه چرا سکوت کردید؟ این علامتی که در اینجا زیر کاف هست نه بالای کاف، این اساساً در اینجا علامت سکون هم نیست. درسته که این علامت سکونه، اما علامت سکون رو در مکتب خانه من پیشنهاد میدم که آقای ابوالقاسمی چند روزی از شبکه ولایت و از دانشگاه حوزه مرخصی بگیرن، برن در یک مکتب خانه، اگر در قم نیست برن در زاهدان، مکاتب ما در اونجا داریم مکتب خانه، اول همین حروف رو کاملا نشون میدن و حرکات رو نشون میدن، این فتحه هست، این کسره هست، این ضمه هست، کجا میگذارن حرکت رو بالای. من اصلا نمیدونم ایشون در کدوم مکتب و کدوم دانشگاه اینو شنیدند و خوندند که علامات حرکتی رو مثلا سکون رو زیر حرف میگذارن. ما تا حالا تو هیچ رسم الخطی تو دنیا، نمیدونم بقیه تو دنیا شاید هم باشه، اما تو زبان فارسی و زبان عربی که این حرکت ها هست و متأسفانه ما اینو ندیدیم. این علامت سکون در اینجا نیست. ببینید همین علامت رو گذاشته روی فا، روی فا در اینجا همین علامت رو گذاشته، روی تا همین علامت رو گذاشته، روی با همین علامت رو گذاشته، به اضافه که این علامت رو هم در اینجا اضافه کرده. یعنی این که این علامت های تزیینی هست، این خط ثلثه و علامت های تزیینی هست. ببینید که همراه با این علامت فتحه رو هم گذاشته در اینجا. یعنی این که این علامت کسره و در علامت سکون و فتحه که یک جا جمع نمیشن، در اینجا هم روی تا کسره گذاشته، اما باز هم بالاش این علامت هم که به قول آقای علامت سکون هست اینجا گذاشته. روی فا کسره گذاشته، باز هم این علامت رویش گذاشته. این یک علامت دیگری اینجا گذاشته، نه یک علامت سکون است. اگر علامت سکون هم باشد، بالفرض که باشد، این کجاش بالای کاف هست که شما این کاف رو در واقع ساکن خوندید و کتاب رو نخبة الفکر خوندن؟ و عرض کردم من در هفته گذشته وقتی که جواب دادن کاملا هم اسم کتاب رو آوردم از شرح مولا علی قاری و هم نمونه های زیادی رو، نامه های زیادی رو برایشون در واقع معرفی کردن، اما باز هم انگار که ایشون نمیخوان از خیر شیطان پیاده بشن و باز هم اصرار دارن. مبارکه برای شما این کشفی که کردید، اگر اینو ثبت بکنید من مطمئنم یه جایزه جهانی هم ایشان در واقع میگیرند و جز اختراعات نامشون هم ان شاء الله ثبت خواهد شد. احمد جان میگه که این جزء کفشیات آقای قزوینی حتما ثبت خواهد شد. بله، من به آقای ابوالقاسمی و بز ایشون میگم که این علامت زیر کافتون است و این رو متوجه بشید، بالای کاف نیست. ادامه کلیپ رو ببینیم حضرت استاد. ادامه کلیپ رو ببینیم. حالا یک کتاب دو مدل خونده بشه، من عکس دیگه نشون بودم، شرح نخبة الفکر لشیخ محمد ابن هادی المدخلی، همه میتونن تو اینترنت جستجو بزنن. اینجا رو اتاق فرمان زوم کنید. رو کاف چی گذاشته؟ چه کسی است که مقدار بیاین پایین‌تر؟ فضیلت الشیخ الدکتر محمد ابن هادی المدخلی، از بزرگترین علمای رجالشون.
این قسمت همینجا ربیع بن هادی المدخلی، همین قسمت رو شما داشته باشید. بله، محمد بن هادی المدخلی. ما میریم رو کلیپ دوم، چون روی این محمد بن هادی المدخلی که این کتاب رو نشون میده، روی این حرفی داریم و انشالله صحبت‌های خواهد و شد. جوابی که یعنی این کلیپ رو بنده جواب دادم، بله. و ایشون روی جواب دوباره جوابی داده که این کلیپ بعدی جواب هفته گذشته آقای ابوالقاسمی هست که روی این اشکال در واقع گرفته. بله، کلیپ بعدی رو می‌بینیم. اشکال کردم که این اسم کتاب اشتباه خوندن، که ما گفتیم آقا اون کتابی که خودت نشون دادی همین اسمو نوشته. ببینید چی جواب داده. البته این یک گاف هشتمش این بود، ادعای این که اسم کتاب رو اشتباه خوندیم. ما گفتیم جلد کتابی که شما آوردی دقیقاً همین رو نوشته. ببین چی جواب داده. ببینیم کلیپ بعدی رو، کلیپ شماره 4 رو، چه ادعایی مطرح کردن بعد از تهمتی که به استاد ابوالقاسمی زدن، مبنی بر اینکه اسم رو اشتباه خونده و جلد کتاب واقعاً اون چه که استاد ابوالقاسمی فرمودن رو نوشته بود. ببینیم کلیپ رو. اون بنده خدایی که کتابش رو نوشته، خب یک چیزی روی اسم کتاب گذاشته و این گونه نیست که ما فکر بکنیم که هم اینش درسته هم اونش درسته. الان این آقا اومده یک چاپی رو که مثلا به طور مثال یک خطاطی اشتباه نوشته، خطاط بی سوادی بوده تو چاپخانه یک چیز رو اشتباه نوشته و یک کسره ای رو یا سکونی رو اشتباهی گذاشته. اونم آدم بی سوادی بوده. بله، بی سواد بوده کسی که روی جلد رو نوشته، استاد ابوالقاسمی فرمودن. خب حالا اون که روی جلد نوشته بی سواد بوده، چرا اون مؤلفی که شما بهش استناد کردین جلد کتابش نگاه نکردین؟ ببین آقا جلد کتاب من درسته یا غلطه؟ یعنی حرفای مولوی که تا حالا 9 تا گاف داریم که 10 تا ما اینم ارفاق میکنیم که 9 تا گاف دارید. این خطاط اشتباه کرد، نویسندم اشتباه کرد و شمایی هم که به همین کتاب استدلال کردی اشتباه کردی. این چه حرفایی میزنید؟ حالا یه خطاط اشتباه کرده، این هم دیگه حد اکثر جوابی بود که به اشکال ما دادن. جناب حجت الاسلام شترمرغ، این حد اکثر جوابی نبود که ما به شما دادیم. جناب استاد تعلیقی دارید مثل اینکه روی این؟ نه، این بدون تعلیق، بدون شرح این باشه. بدون شرح قضاوتشو میگذاریم با بینندگان عزیز و گرامی. اما دوستان، همین امروز رفتن خدمت جناب شیخ محمد بن هادی المدخلی، مؤلف همون کتاب که در قسمت اول اون کلیپ اسمشو نشون دادن و اینجا ایراد گرفتن که نویسنده این کتاب هم متوجه نشده، بی سواد بوده که این مطلب رو. من این توضیح بدم. ایشون از 2 کتاب اومده استدلال کرده که نخبة الفکر هست. یک کتابی بود همون که علامت سکون رو زیر کاف گذاشتند که من خدمت شما توضیح دادم، و یکی دیگر از صفحه از نت گرفته بودند و که اون کتاب دکتر محمد بن هادی مدخلی بود. 2 تا کتاب بود. این کتاب اولی رو که من خدمت شما عرض کردم که جریانش چی بود، ایشون کاف را که علامت سکون رو زیر کاف در واقع دیده بودن و کلیپی رو که کتابی رو که از جناب استاد مدخلی هست، خودشون در این مورد توضیحاتی رو دادن که انشالله اونو با هم میشنویم. بله، کلیپی که ما از جناب شیخ محمد بن هادی المدخلی از ایشون در این مورد خواستیم که توضیحات بدن و توضیحاتی که ایشون دادن رو من انشالله الان خدمت شما عزیزان پخش میکنم. البته این صدای ایشون به زبان عربی است. این مصاحبه رو دوستانمون در وصال حق انجام دادن با ایشون امروز و بعد از اینکه پایان یافت، چون ما فرصت نکردیم که این رو ترجمه بکنیم، زیرنویس بکنیم، انشاءالله در تکرار برنامه به اذن الله تعالی با زیرنویس فارسی پخش خواهد شد و جناب مولانا بعد از پایان این کلیپ انشاءالله در موردش صحبت میکنن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إنه في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق 12 من شهر ربيع الآخر من عام 37 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زارني أخي في الله الشيخ عبد القدوس البلوشي جزاه الله خيرا، وأطلعني على مقطع يتكلم فيه بعض
متكلمي الرافضة في قناة ولاية، واسمه أبو القاسم. وكان من ضمن كلامه أن ذكر عني أنني أقول عن كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الكتاب المشهور في علوم الحديث المختصر المبارك النافع، نخبة الفكر. هذا المختصر النافع نخبة الفكر ذكر عني هذا المتحدث أبو القاسم في قناته التي يظهر فيها قناة ولاية أنني أقول نخبة الفكر بكسر الفاء وإسكان الكاف، وهذا غير صحيح عني. فأنا منذ الصغر، منذ ابتداء طلبي لهذا العلم عموما وعلم مصطلح الحديث خصوصا، وأول ما عرفت هذا الكتاب كتاب نخبة الفكر مع أبي ووالدي الشيخ هادي بن علي فقيه المدخلي رحمه الله تعالى. وأول ما عرفت هذا الكتاب وقرأت ضبط اسمه على هذا النحو، نخبة الفكر. ثم بعد ذلك طلبت العلم وتدرجت فيه، والحمد لله على ما من الله به علي، ولم أزل أتدرج في العلم ولا أزال أتدرج فيه وأطلبه إلى يوم الناس هذا. وأنا لا أعرف هذا الكتاب عن جميع مشايخي الذين درست عليهم هذا الكتاب وغيره من علوم الحديث ومن علوم الشريعة، لا أعرف عنهم إلا أنهم يذكرونه بهذا الضبط الذي ذكرته الآن، ألا وهو نخبة الفكر. والفكر جمع فكرة، ولعله والله أعلم هذا التوجيه الذي ذكره بعض أهل العلم أن الفكر جمع فكرة، وأنا لا أعرف له ضبطا إلا هذا الذي أقوله الآن، وهو الذي سمعته كما تقدم عن أشياخي. وكل من عرفت من الشيوخ وأخذت العلم عنهم لا يذكرون الكتاب إلا على هذا النحو وبهذا الضبط الفكري. وأطلعني أخي الشيخ عبد القدوس عن هذا الرجل بالصوت والصورة كما هو منشور في قناة ولاية، أن هذا المتكلم أبو القاسم قد احتج بصورة غلاف وأظهرها للناس مرئية طبع عليها اسم نخبة الفكر، وأنني شرحت هذا الكتاب وطبع بهذا النحو. وبيان الحقيقة للناس أن أقول أولا أنا لم أطلع على هذا الذي ذكره أبو القاسم، ولم أعرفه قبل هذا اليوم، يوم الجمعة 12 من ربيع الثاني أو ربيع الآخر عام 37 و400 وألف، فالكتاب لم يطبع. ثانيا أنا علقت تعليقات خفيفة لبعض الطلبة شرحت فيها هذا الكتاب، كتاب نخبة الفكر، فلعل هؤلاء الإخوان في هذه المواقع الإلكترونية في الإنترنت فرغوا هذا الشرح وهذه التعليقات ثم جعلوا لها غلافا وطبعوه ونشروه عبر النت ليرى المطلع والناظر أن هذا شرح لفلان على كتاب نخبة الفكر. والغلاف الذي نشروه جعلوا العنوان فيه هكذا: نخبة الفكر بكسر الفاء وإسكان الكاف، الفكر بدل الفكر. والحق أن هذا ليس مني ولم أعلمه ولا علمت به
ولم أطبع كتابا في هذا الباب، وإنما هو شرح صوتي، والذي جعل هذا العنوان على هذا النحو وجعل بروازا وإطارا على شكل كتاب إنما هم أصحاب المواقع. ووالله وأنا في عصر هذا اليوم يوم الجمعة لم يبقى من المغرب إلا قرابة الساعة، فأقول والله وبالله وتالله الذي لا إله غيره ما رأيت ذلك ولا علمت به ولا رفع إلي ولا انتهى إلى علمي إلا هذا اليوم، فكيف يحتج بذلك وينسب إلي أنني قلته؟ ولكن قديما قيل لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على طاعته وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، إنه جواد كريم. تشکر میکنم از شیخ محمد بن هادی المدخلی جزا الله خیر که این کلیپ صوتی رو در دیداری که داشتن با دوستان و جناب مولانا این رو ضبط کردن و اجازه دادن که ما این رو پخش بکنیم. نکته خیلی جالبی در اینجا اشاره کردن شیخ که این کتاب اصلا چاپ نشده. این از کجا آوردن؟ چاپ شده این نیست، ایشون توضیح دادن. اولا گفتن که تلفظش همون نخبت الفکر هست. ایشون گفت از زمان بچگی من این کتاب رو با پدرم خوندم که استاد شیخ هادی ابن علی مدخلی میگه من با همین اسم این کتاب رو میشناسم و تمام اساتیدی که من دارم و میشناسم و این کتاب رو پیششون خوندم و ازشون شنیدم این کتاب رو نخبت الفکر تلفظ میکنن، اسمش این هست و توضیح هم دادند و مطالبی رو که بنده هم عرض کرده بودم. و اضافه بر این ایشون گفتند که این کتاب اصلا چاپ نشده، من کتاب چاپ شده بین عنوان ندارم و فرمودند که این مطالبی که ذکر شده یک درسی هست از من بوده که یعنی درسی و برنامه صوتی بوده که برخی از شاگردانشون رو گرفتن در اینترنت و در صفحات اینترنت در واقع گذاشتن و خودشون یک اسمی رو برای اینکه یک عنوانی باشه نوشتند و ایشون قسم داشتن می‌خوردند که این صفحه اینترنتی رو من تا حالا ندیدم، نشنیدم، کسی هم به من در واقع نگفته بوده و این نخبت الفکر که اونجا نوشته اشتباه هست و کسی به من اطلاعی در این زمینه نداده بود. و جالب از ایشون در آخر یک نقطه یک ضرب المثل خیلی زیبایی رو گفتن. فرمودند که سخنچین رو میشه یک کاری کرد اما دروغگو رو دیگه در واقع هیچ راه حلی و چاره‌ای برایش نیست. و اینم توضیحاتی بود که استاد در واقع دادن، حتی بیشتر از این بود که ما به همین اندازه در واقع اکتفا کردیم و همون گونه که بنده عرض کردم اسم کتاب صحیحش همون بود که خدمت بینندگان عزیز ما نمایش دادیم و از دو کتابی که ایشون اومدن استدلال کردن برای اسم کتاب با اینکه این مسئله ارزش علمی نداره، ما تا یک فردی که خودشون متخصص میدونه حداقل اسم کتاب رو باید در واقع صحیح تلفظ بکنن و توضیحاتی که بینندگان اینو کاملا دیدن و شنیدن و انشالله دوستان ما تمام اینها را یعنی اشکالی که بنده گرفتم، جوابی که آقایون دادن، جوابی که بنده دوباره دادن، جوابی که اونها بعداً دادند و جواب نهایی که شیخ مدخلی داده یا حتی اگر ایشون حاضر باشن جواب دیگری بدن بعد از این، ما تمام اینها را در یک کلیپی کنار هم خواهیم گذاشت و قضاوت برای بینندگان است. جزاکم الله خیر. مشکل اینجاست بینندگان عزیز که جناب ابوالقاسمی با اون دوست بغل دستیش و با 200 نفری که تو شبکه ولایت از مراجع و نمیدونم از دکاتره و اینا با هم جمع شدن، همه اینا افتادن به چای فاضلاب جمکران. حالا هرچی که دست و پا میزنن اونجا بوی گند این چای فاضلاب بیشتر پخش میشه. به خاطر همین این صفحه رو نشون بدید دوستان. این صفحه است که برای اسم کتاب نخبت الفکر ذکر کرد و این رو دلیل آورد. یک صفحه اینترنتی است. این اصلا یعنی کتاب چاپ شده ای نیست. هیچ وقت تصویر کتاب اینگونه نیست که در اینجا داره نشون میده. منتها این از حماقت و جهالت این آخوند بود که گفت این کتاب چاپ شده شرح نخبت الفکر است که حقیقتش همون نخبت الفکر است، در حالی که این یک صفحه اینترنتی است و عمدن اومد با این دروغگوییش میخواست که از این قضیه فرار بکنه. اما چه کنیم دیگه، چای جمکران است و بوی گند. یک سوالی هم اضافه شد بر سوالاتی که بنده پرسیدم، این است که
ایشون در کجا یاد گرفتند که علامت سکون رو زیر حرف میگذارند، در کدوم مکتب و در کدوم رسم الخط این هست، ایشون اینو مشخص بکنن جواب بدن. اومدن این یکی از گاف‌هایی بود که از بنده گرفتند. حالا ببینیم گاف کی، گاف بنده هست یا اینکه شاهگاف آقایون هست و بقیه مواردش هم هست. بنده پاسخ دادم و خدمت بینندگان عزیزم هستند که جواب بدم بقیه رو. شاید هم معمول بر این باشه که در حوزه علمی چیزا رو زیر کاف میگذارن. به هر صورت کلیپ بعدی رو اگر ببینیم یا میان برنامه میگیریم و کلیپ بعدی رو ان شاء الله با هم میبینیم. آیت الله چرتکه از 700 تا 800 855 خب عیب نداره. از 1000 تا 1100 از 1000 تا 1100 عجب سوالی. از 1000 تا 1100 1330 باریکلا باریکلا، چه پاسخ ظریف و کاملی. از 1000 تا 1100 یه لحظه میشه یه بار دیگه سوالتون بگین؟ سوالتون چی بود؟ از 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1111 سال وفات علامه متین مجلسی. عجب جواب موشکافانه ای. عرض کنم که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. راهنمایی کنین یه مقدار بیشتر. میشه سوالتون رو بشکافین؟ حالا 1000 مثلا 1000 و کم پایین تر 40 خورد 50 1555 آفرین، مسلطی به اعداد من خوشم اومد. چرتکه وسیله ای قدیمی است که برای انجام محاسبات به کار می رود. حدود 2300 الی 2700 سال قبل از میلاد مسیح اولین چرتکه توسط سومری ها مورد استفاده قرار گرفته است. در طول امپراتوری هخامنشی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح ایرانیان اولین بار شروع به استفاده از چرتکه کردند. در دوره و زمانه ما نیز با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی همچنان نمونه‌هایی از چرتکه خودنمایی می‌کنند.
برای بینندگان عزیز و گرامی، دیگه این هفته واقعا این برنامه ما برای تفریح خیلی خوبه، یعنی با آخوند بخندید اگر اسمشو میذاشتیم خیلی بهتر میشد. بر صورت با شترمرغ بخندید فکر کنم جالب تر باشه. جناب استاد، قبل از اینکه بریم روی این بحث علمی این روایتی که همه آحادش ضعیف باشه و بحث علمی بشه، خوبه که یک فکایی هم برای بینندگان عزیز پخش بکنیم. البته از همین آخونده. احمد جان، من از اینجا پخش میکنم کلیپ رو، شما اگر بتونید اینو نشون بدید. بله. نتونستن سند صحیح بیارن، حالا تنزل کردن میخوان متواتر بیارن. بابا این رو هیچ دیوانه‌ای مطرح میکنه. متواتر فوق صحیحه. وقتی که ما حکم میکنیم که این حدیث متواتر هست، یعنی این که ما معتقد هستیم که این روایت در بالاترین درجه صحت قرار داره. نه تنها صحیح هست بلکه در بالاترین درجه صحت هست. بله. اینها یعنی واقعا جالبه. این دو تا کلیپ اگر که دوستان متوجه نشده باشن، تو برنامه هفته گذشته گفتن که اینا نمیدونن که حدیث متواتر بالاتر از حدیث صحیح وجود یعنی قرار داره، در حالی که یک هفته قبل از اون خودشون همون کلیپی که پخش کرده بودن حرفای جناب مولانا هست که میگه که حدیث متواتر بالاترین درجه صحت است. یک بار دیگه هم ببینیم که شاید دوستان متوجه بشن که دو کلیپ جداگانه هست. دو کلیپ جداگانه است. کلیپ اول و کلیپ دوم. کلیپ اول اینه. میگه اینها نتونستن سند صحیح بیارن، حالا تنزل کردن میخوان متواتر بیارن. بابا این رو هیچ دیوانه‌ای مطرح میکنه. متواتر فوق صحیحه. وقتی که ما بله. حالا کلیپ بعدی رو خدمتتون پخش میکنم. احمد جان صداش درسته؟ من. این کلیپ دوم رو پخش میکنیم. وقتی که ما حکم میکنیم که این حدیث متواتر هست، یعنی این که ما معتقد هستیم که این روایت در بالاترین درجه صحت قرار داره. نه تنها صحیح است بلکه در بالاترین درجه صحت هست. بله. تشکر میکنم از دوستان عزیز. میان برنامه میگیریم و بعد از اون ان شاءالله جناب مولانا در مورد کلیپ بعدی که اونو میشه گفت بحث علمی است در مورد اون صحبت خواهند کرد. شما فقط به حماقت‌های این آخونده باید بخندید. با ما همراه باشید، دوباره برمیگردیم. بنده احمد عزیز افغان از تورنتو از کانادا زنگ زدیم. من مریم هستم از فرانسه. امیر حسین هستم از بلژیک. من از شهر جرمنی گپ میزنم. من از سوئد زنگ میزنم، ایرانیم. من خواهر شما هستم، از اروپا و شما زحمت دادم. سلام علیکم، بنده عباس هستم از انگلستان مزاحم حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. من محمد هستم از لندن. یه فاطمه از هلند شما زحمت داریم. بله از هلند. نوررحمن هستم از اوکراین با تماس هستم. من رحیم هستم از ترکیه. بله بینندگان عزیز و گرامی، مشکل صدا داشتیم که الحمدلله دوستان برطرف کردن. این فکایی که من میخواستم قبل از پرداختن به ادامه بحث‌های علمی خدمتون پخش بکنم، در هفته‌ای که گذشت مطلبی رو پخش کردن که ایراد گرفته بودن به ما، اونم این مطلب است که با هم میبینیم. میگه اینها نتونستن سند صحیح بیارن، حالا تنزل کردن میخوان متواتر بیارن. بابا این رو هیچ دیوانه‌ای مطرح میکنه. متواتر فوق صحیحه. وقتی که ما حکم میکنیم که این حدیث متواتر هست، یعنی این که ما معتقد هستیم که این روایت در بالاترین درجه صحت قرار داره. نه تنها صحیح است بلکه در بالاترین درجه صحت هست. بله. کلیپ اول
ایرادی که گرفته بودن از برنامه خودشون بود هفته گذشته، کلیپ بعدی از برنامه خودشون بود 2 هفته قبل. یعنی اصلا نمیدونن بیچارا که از کجا کلیپ بگیرن، کجا پخش بکنن، کجا ایراد بگیرن، فقط میخوان فریب بدن. در مورد این که ما گفتیم شما تنازل کردید، بله تنازل کردید. قبلا گفته بودید که 40 تا روایت صحیح و سند دارید، روایات صحیح و سند در اثبات امام زمان. وقتی ما سندهای شما رو بررسی کردیم، همونطوری که تو صفحه‌شون نوشتن که روایت‌های صحیح و سند در اثبات امام زمان. یعنی حرفتون عوض کردید. بله، حرفتون عوض کردید، گفتید نه ما روایت‌های متواتر داریم که نیاز به بررسی سندی نداره. چرا؟ اینجا تنازل کردید، چون که نمیخواید که کسی سنداتون رو بررسی بکنه، روایتتون رو بررسی بکنه، چون خودتون میدونید که چه افتضاحی به بار میاره بررسی روایت‌های شما و احادیث شما. اما میریم رو کلیپ شماره 5 و ادعایی که ایشون کرده. من احمد جان رو زیاد اذیتش نمی کنم، از همینجا خودم پخشش میکنم. بسم الله. کلیپ شماره 9 رو ببینیم. اما برای اثبات صحت حتما باید چندین طریق صحیح باشند. این گونه من در اون کلیپ هم عرض کردم که این گونه متواتری که تمام آحادش ضعیف باشند، ما چنین متواتری رو نداریم که 100 تا حدیث ضعیف یک جا جمع بشن یک حدیث متواتر. چون این چیزی به صورت کلی وجود نداره. باز هم این یک تحدی هست که من از ایشون میپرسم بیارند یک حدیثی رو نزد اهل سنت و الجماعت که تمام طرقش ضعیف باشند و باز هم متواتر باشند. چون این چیزی امکان پذیر نیست. پس بنابراین بحث سندی اول باید بشود، بعد از این که طرق بررسی شد، بعد از این ما متوجه میشیم که بله این روایت معتبر هست. بدون این که بحث طرق بررسی بشن امکان ندارد که ما به بحث متواتر برسیم و تواترش در واقع ثابت بشه. بله، متواتر ضعیف از نوع جدیدش دیدیم. استاد القاسمی تحدی کردن. کتاب رو ببینیم ما دیگه تحدی کردن و پاسخش عرض کردیم. النهج المبتکر فی شرح نخبه الفکر، آقای شربینی ملاحظه فرمایید، صفحه 56 میاد مطرح میکنه، میگه ما یک سری متواترهایی داریم. ظهور المهدی. استاد القاسمی ببخشید قبل از اینکه اینو نشون بدید میشه شما هم یک بار بفرمایید ایشون چون اینا معمولا توی عباراتی که دارن چه تحدی رو مطرح کردن برای بینندگان عزیز؟ هیچ روایت متواتری نداریم که گفته باشن تمام طرقش ضعیفه. باید یه دونه صحیح حداقل داشته باشه. دیدید بگم گفت چی؟ بگم که گفتش که باید چندین طریق صحیح باشه. ما چندین نمیخوایم، ما به چندین کار نداریم، ما یکیم. ببینید روایت رو. ظهور المهدی، آقای ابوالحسین آبری که البته آبیه، ابن قیم، سفارینی، برزنجی، شوکانی، صدیق ابن حسن خان گفتن ظهور المهدی چیه؟ متواتر. اما اجماع داریم که تمام خبرهای واحدش اشکال داره. اجماع داریم تمام خبرهای واحدش اشکال داره. چه تحدی می‌کردین آقای بابا البته این ادعایشون رو ما قبول نداریم، اما قاعده رو داریم که آقا قاعده اینطوره، ممکنه متواتر باشه، تمام مواردش هم چی باشه؟ ضعیف باشه. ما سند صحیح برای مهدویت خیلی زیاد داریم، هم از شیعه هم از سنی. اما حالا این آقا میگه چی؟ میگه تمام خبرهاش ضعیف هستن ولی میشه چی؟ متواتر. بله جناب استاد واقعا ایشون یعنی شتر تشریف دارن یا مرغ تشریف دارن یا شتر مرغ تشریف دارن؟ الان دوستان متوجه میشن که ایشون چه تشریف دارن. ایشون واقعا من در تحدی کرده بودم، گفته بودم یک حدیث متواتر بیارید که آحادش ضعیف باشند یا مجهول باشند. ایشون واقعا یعنی باید یک مدال افتخار بهشون بدیم که متواتر ضعیف که ادعا کردند که هیچ حتی متواتر جعلی هم آوردن. روایتی رو که مشخص شد که گفته بودن متواتره، امام احمد میگه که این جعلیه و اصل نداره، ابن جوزی میگه که این روایت به اصطلاح جعلی هست. روایت متواتر جعلی رو هم الحمدلله نمردیم و دیدیم این کشف آقای ابوالقاسمی رو. اما در اینجا مطلبی که من عرض کردم حتما دوستان عزیز اینو دقت کردم. بنده عرض کردم که برای این که ما به تواتر برسیم لازم هست که با سندها رو بررسی بکنیم. حتما در این سندها چند سند صحیح باید باشد. این گونه روایتی که تمام آحادش یعنی روایت فردش ضعیف باشند باز هم متواتر باشد، چون این چیزی رو ما نداریم.
این قاعده رو که من عرض کردم در خود همین کتاب، همین صفحه که خود این آقا نشون میده، همین قاعده بنده رو داره مطرح میکنه. خود همین صفحه‌ای که آقا میخونه متاسفانه مشکلشون همین هست که هیچ وقت قاعده رو نخوند از اونجا، فقط مثالش رو در اینجا آورد. یه صفحه رو اگر ممکن است شما از خود مانیتور نمایش بدید، من در اینجا پرینت کتاب رو هم دارم، دوستان اینو اگر دقت بکنن اینو نمایش بدن. کتاب النهج المبتکر، این کتابی که آقا نمایش داد در شرح نخبة الفکر هست، حالا حافظ ابن حجر اسقلانی، شرح ابو محمد حازم ابن محمد شربینی هست این کتاب. و صفحه‌ای که این آقا نشون دادند این صفحه بود، صفحه 56 این کتاب هست. صفحه 56 در اینجا تنبیه دوم هست، یک نقطه رو در اینجا بیان کرده و مطلبی که این آقا گفتند این پایین بود، این شماره، این علامت با که در اینجا هست و استدلال کردند از این. من بعداً به استدلالش خواهم رسید که نمونه‌ای که متواتر ضعیف، متواتری که تمام احادش ضعیف باشه. قاعده من چی بود؟ من عرض کردم که برای بررسی متواتر یا برای رسیدن به تواتر حتما مبنا چند روایت صحیح باید باشه. این گونه نیست که تمام آحادش ضعیف باشند باز ما حکم بکنیم که این روایت چی هست؟ متواتر. حتما تعدادی از این آحاد باید صحیح باشند. بر مبنای روایات صحیحی که به حد تواتر رسیدند ما حکم میکنیم که فلان روایت چیکار هست؟ متواتره. ایشون در اینجا میگن خود این مطلبی که نخوندند و عمدن هم نخوندند، اگر میخوندند متوجه میشدند که همون حرفی که بنده زدم دقیقاً همون حرف علمی هست و قاعده اهل سنت و الجماعت هست. این قاعده که آقا میگه که ایشون گفتند که روایات ضعیف رو جمع بکنیم متواتر میشن، چون این قاعده در این کتاب نیومده. بیان مشخص نشون بدن قاعده رو که در کجا ایشون گفته که قاعده این است که اگر روایات ضعیف یک جا جمع بشوند متواتره. بازم این یک تحدی دیگه، بیار از همین صفحه نشون بده کجا آقای شربینی گفته که اگر روایات ضعیف یک جا جمع شدن میشوند متواتر. همون حرفی رو که بنده زدم، برای رسیدن به تواتر باید سندها بررسی بشه با توجه و با مبنا قرار دادن روایات صحیحی که در این مجموعه کلی هست. ما حکم میکنیم که این روایت متواتر هست. در اینجا میگوید که مما ينبغي التنبیه علیه، باید توجه بکنیم به این نکته. دقیقاً همون کتابی که همون کتابی هست منتها ایشون نخوندند، این قسمت را نخوندن. ایشون میگه که مما ينبغي التنبیه علیه ان الائمه علیهم رحمت الله، ائمه بزرگوار ما الله رحمتشون بکنه، قد یطلقون على باب من الابواب او على حکم من الاحکام او على امر من الامور بانه متواتر. ائمه حدیث گاهی وقتا یک بابی رو یا یک حکمی از احکام رو یا یک مطلبی رو حکم میکنند که چیکار هست؟ بانه متواتر. فلان مطلب، فلان حدیث، فلان حکم چیکار هست؟ متواتر هست. از کجا به این رسیدند که متواتر هست؟ آیا روایت ضعیف یک جا جمع کردن گفتن متواتره؟ آیا روایت جعلی رو جمع کردن گفتن متواتره؟ میگن به انه متواتر. علما ما گاهی وقت حکم میکنن فلان حدیث و فلان مطلب و فلان نقطه متواتر هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم بناء على كثرة الاخبار الصحيحه التي تضمنت هذا الحكم او ذلك الامر. بر مبنای اخبار زیاد و صحیح، روایات زیاد و صحیحی که این حکم را بیان کردند. الله اکبر. خب در کجا این میگه که اگر روایات ضعیف جمع شدن میشن متواتر؟ ایشون داره همین حرف منو میزنه. با توجه به روایات صحیح، این نکته رو دوستان بازم نشون بدم، بناء علی کثرت الاخبار الصحیحه. ایشون خود آقای در همین صفحه که همین مثال در همین صفحه که مثال را آورده، در همین صفحه قاعده ای که بیان میکنند همین قاعده که بنده عرض کردم، بر مبنای روایات صحیح و سند که زیاد هم باشند اگر به حد متواتر برسند ما حکم میکنیم فلان خبر، فلان مطلب در واقع متواتر است. بازم عرض میکنم ما این گونه روایت متواتری که تمام آحادش ضعیف باشند نداریم، اصلا وجود نداره. قوم که هیچی، اگر تا لبنان هم برید اون مراجع لبنان مرده و زندهشون رو پیدا بکنید، مردگانتون هم زنده بکنید، نمیتوانید چنین مثالی بیارید. این مثالی که شما آوردید این نشانه جهل خود شما هست، نشانه جهل خود شما هست که من اینو خدمت شما توضیح میدم. پس بنابراین قاعده ای که در اینجا گفته همون قاعده ای هست که بنده عرض کردم. باز ادامه میده اینو التي تضمنت هذا الحكم او ذاك الامر فلا يصح عندئذ الحكم على كل حديث بمفرده انه متواتر او بانه صحیح. پس بنابراین نمیتونیم مجموعه این روایاتی رو که به تواتر رسیدن در ضمن این اخبار صحیح هم که وجود داره، ما نمیتونیم تک تک این روایات رو بگیم که فلان روایت معتبره.
فلان روایت متواتره. تک تکشون متواتر نیست. تک تکشون متواتر نیست. یا تک تک اینها را ما نمیتونیم بگیم صحیح. اونی که صحیح هست بهش میگیم صحیح هست، اونی که ضعیف هست بهش میگیم که ضعیف هست، اونی که حسن هست میگیم که حسن هست. بناء على ثبوت تواتر هذا الحكم او ذاك الامر الذي تضمنه هذا الحديث، لان الحكم بالتواتر انما هو للقاسم المشترك بين هذه الروايات فقط دون ما تفردت به كل الروايات من هذه الروايات. تک تک این روایات حکمشون مخصوص خودشون است. با توجه به روایات صحیح زیادی که این حکم را بیان کردن، ما میگیم این حکم چیکار هست؟ متواتره. در کنار این روایات امکان داره روایت ضعیفی هم باشه. خب اون روایت ضعیف رو نمیتونیم بگیم این هم صحیحه، چون که روایت صحیح دیگری در اینجا وجود داره. یا کل این مجموعه چیکار هستن؟ متواتر هستن. روایت ضعیف رو میگیم ضعیف، روایت موضوع رو میگیم موضوع ساختگی. اما چون که در این مطلب روایات صحیحی وجود دارد، حکم میکنیم که این روایت چیکار هست؟ متواتر است. این مطلب. مثال اولی که در اینجا آورده مثالش صحیح هست. مثال اولی که در اینجا آورده مثال صحیح. من این نکته رو عرض بکنم، در اینجا خود صاحب کتاب در اینجا اشتباه کرده. خود نویسنده کتاب در واقع یک خطای علمی رو اینجا مرتکب شده و جالب اینجا هست که خود این آقا میگه که البته ما اینو قبول نداریم، هم اهل سنت روایت صحیح دارند هم اهل تشیع روایت. خب پس بنابراین وقتی خود شما قبول ندارید ما هم قبول نداریم، خب پس چرا از این استدلال کردید؟ دلیلی رو که برای ما آوردید، نمونه‌ای رو که برای ما آوردید، نه شما قبولش دارید نه ما قبولش داریم. این حرف اشتباهی این آقا در اینجا مطرح کرده. با توجه به این که این مثالی که در اینجا آورده با قاعدش تطبیق نمی کند. قاعدش همون چیزی هست که بنده عرض کردم. مثال اولش هم درسته، همون چیزی هست که بنده عرض کردم. روایات رفع یدین در دعا از رسول الله صلی الله علیه و سلم متواتره. این رفع یدین در کجا بوده؟ در نماز در استسقا بوده یا در هنگام بدر، در غزوه بدر بوده. یعنی در جاهای متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده که ایشون چیکار کردن؟ دعا کردن، دستا رو بلند کردن. اما آحادشون متواتر نیستن. آحادشون متواتر نیستن. فقط همین دست بلند کردن ثابت هست. یک جایی در هنگام دعای استسقا دست بلند کردن، یک هنگامی در هنگام جنگ وقتی که دعا می‌کردن دست‌ها رو بلند کردن و در موارد دیگر. اما آحادشون چیکار هست؟ اون ما حکمی در واقع به صحت تمام آحادش نداریم. این مطلب اول هست، یعنی بعضیشون صحیح هستند بعضی دیگر ضعیفند. اما این مثالی که در اینجا از ظهور مهدی ذکر کل من ابی الحسین العابری، جالب در اینجا است که نمیتونم اگر اشکال بگیرم میگن که نه اشکال بیجا گرفته، یک گاف دیگه اضافه میشه روی گافهای ما. میگن عابری که البته آبی هست، آبی نیست، همین آبری و تلفظ درستش آبوری هست. آبور یکی از روستاهای قدیم سیستان بوده و ابوالحسین آبوری نسبت به اون شهر و اون روستا هست. آبی نیست، همین از طرف خودش داره اصلاح میکنه. جالب است در اینجا میگن که آقایی بود که جلد کتاب جلد میبست، کتاب‌ها رو جلد می‌بست. کار شغلش همین بود که صحافی می‌کرد، این کتاب‌ها رو در واقع جلد می‌بست. این آقا هر کتابی که پیشش می‌آوردن وقتی که صفحات رو ترتیب می‌داد و خلاص این به هم می‌دوخت و جلدش درست می‌کرد، در ضمن کتاب‌ها رو تصحیح می‌کرد. از طرف خودش آدم بی‌سوادی که شغلش اینه که در واقع کتاب‌ها رو بدوزه، محکم بکنه، وقتی که در یک کتابی می‌آمد و نگاه می‌کرد هر چی اشتباه بوده به جای خودش در واقع اون رو تصحیح می‌کرد. خب یک بنده خدای قرآنی رو آورد برای اینکه اینو برای من جلدش بکن و محکمش بکن. گفت که اما مواظب باش این قرآنه، این نیاز به تصحیح نداره، دستکاری نکنی وقتی. گفت باشه من اینو کارو نمی. این اومد در اونجا که در واقع خر موسی صعقا، معنیش این است که موسی بیهوش شد و افتاد. این گفت خر موسی، گفت تا جایی که من میدونم این خر مال عیسی هست، مال موسی نبوده. اینم قرآن عوض کرد خر عیسی صعقا. این آقا هم برای به گمان خودش داره کتاب اهل سنت رو تصحیح میکنه. آقا همون آبوریش درسته، آبی نیست، همون آبوری هست. اینجا باز یاد همون مثل میافتم که بابا جان آقای ابوالقاسمی هر گردی گردو نیست، هر سیبیلوی بابات نیست. حالا مثلا نری تو کوچه پس کوچه های قم، سیبولی های قم مثلا فکر بابات بکنی، این آبوری است، آبی نیست. پسر خوب یاد بگیر. ایشون اومده ادعا کرده، من عرض کردم این مثالی که مؤلف در اینجا آورده اشتباه علمی هست، اشتباه علمی فاحشی هم هست.
به هیچ عنوان ما دنبال اشتباه نمیریم. قاعده هم که گفته قاعده رو درست گفته، اما اشتباهش اشتباه، مثالی که آورده مثال اشتباه. در اینجا میگه که بله ایشون گفتند که چند نفر گفتن، بله علمای از حسین آبوری گفته، ابن قیم گفته، سفارینی گفته، برزنجی گفته، شوکانی گفته، صدیق حسن خان گفته، تمام اینا گفتند که روایات ظهور مهدی تواتر معنوی هست. اما این مهدی اهل سنت هست، هیچ ربطی به مهدی شیعه نداره. اگر اونا میخوان تواتر رو ثابت بکنن در روایات خودشون، در مهدویت خودشون، ما در خدمتشون هستیم برای بررسی تواترشون. به هر صورت ایشون میگه که و مع ذلك لا يختلف اثنان من طلبه الحديث، دو نفر از طلاب حدیث هم با هم دیگر اختلاف نظر ندارند. یعنی این که همه اتفاق نظر دارند که ان مفاریدها لا تخلو من مقال، که تمام مفردهایشون یعنی روایات خبر واحدشون از مقال خالی نیست. خود این لا تخلو من مقال خود یک بحث به اصطلاح اصطلاحی هست که یک اصطلاحی که معنیش چی هست و این به معنی ضعفی هست که احیانا قابل جبران هم باشه. می شود که چند تا حدیث مثلا آحادشون ضعفی باشند یا علما درباره اونا بگند که این ضعف فیه مقال، این بستگی به نوع ضعف داره، آیا ضعفی هست که قابل جبران هست یا جبران نیست، یک مطلب کاملا جداگانه هست. خب بعد از اینکه این کلیپ نشون، این مثال نشون میده، ایشون میگه البته ما حرفشون رو قبول نداریم، هم شیعه روایات صحیح و سند دارن درباره مهدویت و هم اهل سنت دارن. خدا پدر و مادرتون رحمت بکنه، مردگانتون رحمت بکنه. خب ما هم داریم همین حرف میزنیم. وقتی که خودت میگی که ما قبول نداریم، ما هم قبول نداریم. این نه اهل سنت اینو قبول دارن نه شیعه قبول دارن. خب تو اگر میخوای مثالی برای ما بیارید، حداقل مثالی بیار که یا ما قبول داشته باشیم یا شما قبول داشته باشید. این مثالو نه ما قبول داریم و نه که شما قبول دارید. بله روایات مهدویت به اصطلاح محمد ابن عبدالله که مهدی اهل سنت و الجماعت هست، از دیدگاه اهل سنت و الجماعت متواتر هست، متواتر معنوی هست. در این زمینه ما روایت زیادی داریم، هم روایات صحیح داریم، هم روایات حسن داریم، هم روایات ضعیف داریم، هم روایات موضوع و جعلی هست. اما در مجموع این هم برای ما چیکار هست؟ متواتر هست. و این مثالی که آورده، این مثالی است که متاسفانه با قاعده تطبیق نمی کند. در قاعده صاحب کتاب گفته بود که با توجه به روایات صحیح و سند ما این حکم به تواتر میکنیم و مثالی که آورده بود مثالش از نظر علمی هم اشتباه است. بنابراین که دقیق مشخص بشه که این مثالشون اشتباه است، من از ابن قیم جوزی رحمت الله علیه که شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه بوده، من مطلبی رو عقیده اهل سنت رو در این زمینه من بیان میکنم. همون گونه که ایشون گفتم ما قبولش نداریم، ما همچنین مثالی رو قبول نداریم. این به هیچ عنوان ارزش علمی ندارد این مثال. شیخ ابن قیم جوزی رحمت الله علیه در کتاب المنار المنیف فی الصحیح و ضعیف و تحقیق استاد شیخ عبدالفتاح ابو قدر رحمت الله علیه هست، در این کتاب در صفحه 141 فصلی رو در اینجا آورده، میگه سئلت عن حدیث لا مهدی الا عیسی ابن مریم. کسی از من سوال کرد در مورد این مسئله که بعضی گفتن حدیثی هست که غیر از مهدی، غیر از عیسی فرزند مریم، مهدی دیگری وجود ندارد. سوال کرده که و هل فی المهدی حدیث صحیح ام لا، آیا در مورد مهدی شما اهل سنت حدیث صحیح دارید یا نه؟ مهدی اهل سنت در اینجا میارد مطرح میکند این روایتی رو که خود همین روایت رو بررسی سندی میکند. این روایتی که در اون آمده لا مهدی الا عیسی ابن مریم، میگه هو مما تفرد به محمد ابن خالد. این حرفی است که فقط این آقا زده، از این روایت از طریق دیگری ثابت نیست. و یک چیزی دیگر من میخوام در اینجا نقطه عرض بکنم، همین که بررسی سندی نزد علمای اهل سنت عرض کردم یک روش هست. ما برای اینکه به تواتر برسیم اول روایات رو چیکار میکنیم؟ بررسی میکنیم. 100 تا روایت هست، میخوایم اینا رو بررسی میکنیم که آیا به تواتر رسیدند یا اینکه تواتر نرسیدند. سندها رو بررسی میکنیم. این یک حدیث صحیح، اینو کنار میذاریم. دومی صحیح، اینو کنار میذاریم. سومی ضعیف، اون طرف میذاریم. این موضوع هست، اینو کنار میذاریم. با توجه به روایات صحیح و سند، همون گونه که در کتاب نهج المبتکر اومده بود، نهایتش اگر به حد تواتر رسیده باشد، حکم نهایی رو صادر میکنیم که بله این مطلب چیکار هست؟ متواتر است. همین روش رو ابن قیم رحمت الله علیه در این کتابش دارد بررسی میکند، بهش میرسد، آخر نتیجه گیری میکند. خب این روایت میگه که این روایتی که آقایون گفتند که غیر از عیسی مهدی وجود ندارد، این روایت شاذی هست، فلانی اینو تنها گفته، تفرد به خالد ابن محمد ابن خالد.
خب در صفحه بعد میگوید که وقد تواترت الاخبار و استفاضت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم به ذکر المهدی. روایات در مورد مهدی به تواتر و استفاضه رسیده، زیاد هست از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم. این روایت رو می آورد و این محمد ابن خالد رو میگه این فرد این آقا مجهول هست و در اینجا میگوید والاحادیث علی خروج المهدی اصح اسنادا. روایاتی که در مورد مهدی هست اینا از نظر سندی در واقع قوی تر است. این روایاتی که گفتند که غیر از عیسی مهدی نیست اینا ارزش نداره. روایت دیگری رو آورده میگه که مانند حدیث عبدالله، این روایاتی رو که صحیح هستند در اینجا معرفی میکنیم، مانند حدیث عبدالله ابن مسعود از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر یک روز هم به آخر دنیا مونده باشد لطول الله ذلك اليوم، الله متعال این روز رو طولانی خواهد کرد، حتی یبعث رجلا منی، تا اینکه یک فردی رو از خانواده من یا از من اونو مبعوث میکند، او من اهل بیتی یواطئ اسمه اسمی، اسمش با اسم من یکی هست، و اسم ابیه اسم ابی، اسم پدرش هم اسم پدر من هست، یعنی محمد ابن عبدالله هست. این روایت را ابن قیم آورده، میگه که این روایت صحیح از یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئ ظلما و جورا، رواه ابو داود و ترمذی و قال حدیث حسن صحیح. این روایتی رو ما داریم، روایت ما هست در مورد مهدی ما هست محمد ابن عبدالله و در مورد مهدی شما نیست و صحیح هم هست. برای مهدی خودمون حرف روایت صحیح داریم، پس بنابراین حرف آقای شربینی در اینجا حرف اشتباهی هست. نه تنها که دو تا طلاب در واقع اختلاف نظر اون گونه که ادعا میکرد که اختلاف ندارند که همه روایت مهدی ضعیف هست، بلکه بزرگان ما گفتند که این روایات مهدی صحیح هست. اون حرفشون حرف کاملا بی اساسی است. روایت دیگری باز میگه و فی الباب عن علی، در همین مورد این حدیث هم اومده در این زمینه از علی هم روایت داریم، از ابو سعید هم روایت داریم، از ام سلمه هم داریم، از ابو هریره داریم. ثم روى حدیث ابی هریره، بعد از این ترمذی حدیث ابو هریره آورده و قال حسن صحیح، این روایت ابو هریره هم حسن صحیح است. پس بنابراین دو روایت در اینجا جمع شد. خب بعد در و فی الباب عن حذیفه، این روش اهل سنته که روایات در یک زمینه رو یک جا جمع میکنن. از حذیفه هم داریم، از ابو امامه داریم، از عبدالرحمن ابن عوف داریم، از عبدالرحمن ابن عمرو ابن عاص داریم، از ثوبان، از انس، از جابر ابن عباس و دیگران هم در این زمینه ما روایت داریم. در سنن ابو داود آمده از علی رضی الله تعالی عنه انه نظر الی ابنه الحسن، که حضرت علی رضی الله تعالی عنه نگاه کرد به فرزندش حسن نه حسین، فقال ان ابنی هذا سید کما سماه النبی، همون گونه که پیامبرم فرمودند فرزند من این حسن سید هست، سرور آقا هست، و سیخرج من صلبه رجل یسمى باسم نبیکم، از نسل این حسن کسی خواهد اومد که هم نام پیامبر شما هست و در آخر توضیح میده که مشابه با رسول الله صلی الله علیه و سلم هست از نظر خلقت و از نظر اخلاق، که زمین رو پر از عدل میکند. بعدش روایت دیگری می آورد، روایت ابو داود هست، میگه سندش جید هست. روایت دیگری رو می آورد بعدش میگه والحدیث حسن و مثله مما یجوز ان یقال فیه صحیح، این روایت حدیث حسن هست و در میشه که در حدش گفت که حتی صحیح هم اینو قلمداد کرد. پس بنابراین روایت صحیح است. دو تا روایت دیگر می آورد میگه و هما صحیحان، این هر دو تا روایت صحیحند. روایت دیگری می آورد میگه لیس به بحث، این سند این روایت هم اشکالی ندارد. و در اینجا آورده روایت دیگری رو شماره 335 میگه لکن طالوت و شیخه ضعیفان، این روایت ضعیفه، اینو تو حساب نمی یک گوشه میذاره. روایت بعدی رو میگه که فلان راویش یحیی بن عبدالحمید هست و ثقه ابن معین و غیره و تکلم فیه احمد، ابن معید گفته که ثقه هست اما امام احمد اینو قبول نکرده. روایت بعدی هست میگه و هذا اسناد لا تقوم به حجه، این سند این روایت بعدی 337 سندش قابل احتجاج نیست، برای ما ارزشی نداره. روایت رو یکی یکی بررسی میکند. روایت بعدی میگه که هذا اسناد جید و روایت بعدی میگه لکن هذا اسناد ضعیف. نهایتش به چه نتیجه میرسد؟ میگه و احادیث هذا الباب اربعه اقسام، در مورد مهدی ما 4 قسم روایت داریم. صحاح، حدیث صحیح هم داریم، حدیث حسن هم داریم، حدیث غریب هم داریم، حدیث موضوع و جعلی هم فراوان داریم. خب در اینجا حکم به تواتر میکنه، بنابر چی؟ بر مبنای احادیث صحیحی که در این زمینه وجود دارند. کلام دیگری ایشون دارند که جالب هست، من اینو عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز. وقتمون کاملا به پایان رسیده جناب استاد. بس این باید این نقطه رو میگم. بفرمایید. ایشون میگن که با توجه به این روایتی که در این زمینه هست، در مورد خود مهدی هم 4 تا نظریه وجود داره.
مردم اختلاف نظر دارن، 4 تا نظریه وجود داره. البته اون نظریه عموم شیعه رو، یعنی فرقای دیگه رو نمیاره در اینجا. یکی میگه که عیسی ابن مریم هست، این نظر اول دلایلش رو میاره و دلایلش رو رد میکنه. بعد میگه قول دوم، نظر دوم این است که مهدی الذی ولی من بن العباس، همون مهدی عباسی هست که از بنی عباس بوده. این یک گروه دیگه که این نظر رو دارن و دوباره دلیلش آورده، میگه ولکن هو ضعیف، این هم قول معتبری نیست و روایتی هم که در این زمینه هست اینا رو نقد میکنه. قول سوم را آورده که انه رجل من اهل بیت النبی من ولد الحسن ابن علی، از فرزندان رسول الله هست و از اولاد حسن ابن علی هست. و در یک نقطه هم در اینجا آورده و فی کونه من ولد الحسن سر لطیف، در این که مهدی آخرالزمان از فرزندان امام حسن هست، میگه یک نقطه خیلی ظریفی در اینجا وجود داره. علتش این است که امام حسن رضی الله تعالی عنه خلافت را واگذار کرد به معاویه، تنازل کرد از خلافت و امامتش به نفع حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه. الله متعال این نعمت رو به اون داد و این جایگزین رو به اون داد که مهدی آخرالزمان از نسل حسن باشه نه از نسل حسین. یک نقطه هست که در اینجا اینو بیان کرده. و روایت اهل سنت چندتاری میاره، میگه و هذه الاحادیث و این کان فی اسنادها بعض ضعف، غیر از اون روایت اولی که قبلا گفته بود که صحیحا در مورد مهدی اهل سنت، چند تا روایت دیگر رو میآورد، میگه که این روایت ها گرچه از نظر سندی در بعضیشون ضعف و غرابت هست، فهی مما یقوی بعضها بعضا، البته قابل تقویت هستند و یکدیگر رو در واقع تقویت میکنند. فهذه اقوال اهل سنت، این اقوال اهل سنت است که مهدی در آخر الزمان میآید، نامش از محمد ابن عبدالله و از فرزندان امام حسن مجتبی هست نه از فرزندان حسین. میگه و اما رافضه، تو قول چهارم در اینجا قول رافضه امامی هست، فلهم قول رابع، اینا هم یک نظری در این زمینه دارن و میگویند که مهدی محمد ابن حسن عسکری منتظر هست، از فرزندان حسین ابن علی نه از فرزندان حسن. الحاضر فی الامصار، اون کسی که حاضر در امصار، یعنی توصیف مهدی رو میگه که شیعه معتقد هست که آقای مهدی شیعه حاضر فی الامصار، اون رفته تهران ازدواج کرده بود، این مطلب رو میگه. الغایب عن الابصار، اما از دیده پنهانه هست اما قابل رؤیت نیست. الذي يورث العصا ويختم الفضا دخل سرداب سامر طفلا صغيرا من اكثر من 500 سنه، بیشتر از 500 ساله که رفته توی سوراخ سامر را چاه رفته. البته این ابن قیم در زمان خودش اینو میگه، الان 1200 خورده ساله که دیگه هنوز ناپدیده. میگه فلم تره بعد ذلك عین ولم يحس فيه بخبر ولا اثر وهم ينتظرون كل، مطلبی رو که شیخ ابن تیمیه هم نقل کرده از زمان شیعیان خودشون و در کتاب شیعه هم مطالبی در این زمینه هست که هر روز میرفتن سر چاه سامرا، از اونجا میگفتن با اسب که یا الله به خطاب به مهدی میگفتند که ظهور بکن. الان تو شبکه‌های شیعه همهشون میگن شعرهای خیلی زیادی درست کردن، مهدی بیا مهدی بیا، اما کجاست گوش شنوا. و در آخر میگه که ولقد اصبح هؤلاء عارا علی بنی آدم، این آقایون در واقع عاری هستند بر بنی آدم و ضحکة یسخر منهم کل عاقل، و یک مسخره شدند، سبب خنده شدند برای هر انسان عاقلی. واقعا مهدی که با این ویژگی هایی که شیعه بیانگرش میکنن واقعا عاری هست بر تفکر انسانیت که انسان عاقلی چنین در واقع نظریه رو داشته باشه و مورد مسخره و در واقع خنده هر عاقلی قرار میگیرن. و مطالب دیگری که در این زمین گفته. پس بنابراین قاعده‌ای که آقای شربینی آورده بود همین قاعده‌ای هست که من عرض کردم، هیچ گونه اختلافی نداره. مثال اولی که آورده بود درست هست، اما مثال دومش اشتباهه. نه شیعه قبول دارند نه اهل سنت قبول دارند، نه تنها طلاب اهل سنت اتفاق نظر ندارند که روایات مهدی در نزد اهل سنت ضعیف است، بلکه بزرگانشون. نکته اینجا میگه که معذر لا یختلف الاثنان من طلبه الحديث ان مفارید لا تخلو من مقال. این میگه که یعنی اشکال دارند، یعنی تمام خبرهای حرف و حدیث هست در موردش، یعنی کلمه ضعیف هم ذکر نکرد. این یکی از جملاتی است که ضعف به صورت بیانگر ضعف، البته من توضیح دادم که یعنی جزء مواردی هست که ضعفش قابل ترجیح هست و قابل تقویت است. این حرف آقا میگه که دو طلبه با هم دیگه اختلاف نظر ندارن، به جای خود بزرگان اهل سنت تصریح کردن، مانند همون کسانی که خود صاحب کتاب هم در اونجا گفته که روایات مهدی چیکار هست متواتر هست و گفتند
بلکه روایات صحیح در این زمین ما زیاد داریم. و کتاب دیگری هست، من این کتاب معرفی بکنم چون وقت نداریم مطالبش رو بیان بکنم، که کتابی هست که استاد ما دکتر عبدالعظیم بستوی نوشتن. دو کتاب در این زمینه دارند: الاحادیث الوارده فی المهدی فی میزان الجرح و التعدیل، المهدی المنتظر فی ضوء الاحادیث والآثار الصحیحه و اقوال العلماء و آراء الفرق المختلفه، تالیف استاد دکتر عبدالعظیم بستوی هست. و همچنین استاد ما شیخ عبدالمحسن عباد هم در این زمینه چند تا کتاب دارند. یکی از کتاباشون اسمش هست الرد علی من کذب بالاحادیث الصحیحه الوارده فی المهدی، و این عقیده اهل سنت و الجماعت هست که در مورد مهدی سنی ها روایات صحیح زیاد داریم. این ادعایی که آقای شربینی کرده یک ادعای باطل و به هیچ عنوان قابل قبول نیست. نه آقای ابوالقاسمی قبولش داره، ما هم قبولش نداریم. چیزی رو که نه ما قبول داریم نه شما قبول دارید چگونه آوردید که برای من اینو به عنوان روایت متواتری که تمام آحادش ضعیف هستند؟ منم چقدر میخندن، من خیلی خوشم میاد از این خنده هاشون و قهقه های مستانه میزنن. بازم سوالم رو تکرار میکنم، آقای ابوالقاسمی، یک روایت متواتری که تمام آحادش ضعیف باشند برای ما بیار و از چه از کتابای شیعه چه از کتاب اهل سنت قابل بررسی هست. قبلا بود یک روایتی که تمام آحادش راویانش برای ما معلوم نباشند، ایشون رفتن یک روایت متواتر موضوع و ساختگی رو برای ما آوردن، اونم سر جای خودش هست. یک روایت دیگری که تمام افرادش ضعیف باشند اما با وجود این چیکار باشه؟ متواتر باشه. باز ما در منتظر هستیم که انشالله چنین روایتی رو برای ما بیارن، اما این گونه که 10-20 نکنند که اینجاش 20 نفر هست، پس بنابراین 30 نفر اینجوری اشاره میگه 30 نفر روی 30 نفر و 30 نفر و 30 نفر. خب حرف ما ثابت شد. حرف شما اگر اینطوری ثابت میشه و اگر منظور شما از تواتر مهدویت در شیعه این هست، ما هیچ حرفی با شما نداریم، ما هم قبول داریم. اگر روایات مهدی را متواترش رو شما با فرضیه ثابت میکنید، ما با شما بحث علمی نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله. تشکر از شما جناب استاد. فقط وقتی به پایان رسیده من تا یک کلیپی هست، من حیفم میاد که این هفته پخش نشه، در آخر دوستان کمی اگر میخوام من مطالب هنوز هست، من این کلیپ خیلی خنده داره، یعنی واقعا در مورد آدم عاقله، گرچه آدم عاقل پیدا نمیشه در حوزه علمی. خب ما ببینیم که این کلیپ رو عزیزانمون اگر که اجازه بدن که این کلیپ پخش بشه. بله بله این صدا نیست احمد جان. بله عاقل نمیگه روایت متواتر است وقتی متواتر نسبی باشه. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم، با دقت بیشتری ببینید. کلیپ شماره 7 تا اینجای کار گفتن هیچ عاقلی نمیگه که تا اینجای کار گفتن که این متواتر نسبی بوده نه متواتر مطلق. حالا ادعاشون رو با هم ببینیم. کلیپ شماره 207. بله اینجا یک نکته رو میگه با دقت بیشتر ببینید. منم تاکید میکنم با دقت بیشتر ببینید و جایی که اینو خیانت کردن به خاطر اینکه حرف حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان حی حاضر اینجا نشستن، برنامه‌ام ضبط شده هست، تو شبکه 2-3 مرتبه تکرار شده و در یوتیوب هم دستیاب است. ببینید که کجا رو اومدن کات کردن تا بخوان حرف ایشون رو وارونه جلوه بدن. به قول خودشون برای ما گاف بسازن. یعنی میشه گفت که تواتر در یک طبقه از روات وجود داره که اون ابنای صحابه است. این فقط این از نظر اصطلاحی میگن تواتر نسبی هست. به هیچ عنوان هیچ عاقلی نمیگه که این روایت متواتره. هیچ عاقلی نمیگه این روایت متواتر نسبی متواتر. هفته قبل 2 هفته قبل خودش که بحث توضیح میداد یک روایت متواتر نسبی رسید و خب البته فارسی صحبت کردنش هم خیلی خوب نیستش. یه نهاد میگه یه گزاره، یه مبتدا یه خبر. البته اینجا که ایراد گرفته فارسی صحبت کردنشون خوب نیست. ما اگر بخوایم که کلیپ درست بکنیم از فارسی صحبت کردن خمینی، باور کنید که یعنی روده بر میشن از خنده بینندگان عزیز. منتها حالا ببینیم که به خاطر اینکه اینجا گاف بسازن و بگن فارسی صحبت کردنشون خوب نیست و برای خودشون یک چیزی درست بکنن، البته توجیه میکنند کلیپ های قبلی که پخش کرده بودند و خیانت کرده بودند، چند موردش رو نشون دادیم
که حرف کامل نیاورده بودن الان توجیه میکنه. الان شما فکر نکنید اینا خیانت میکنن، به خاطر اینکه فارسی ما رو بیان درست. من نمیدونم که بینندگان عزیز فارسی بنده رو میفهمند. من ادعا نکردم که تخصصم ادبیات فارسی هست، اما فکر میکنم که حرفم برای بینندگان عزیز قابل فهم باشه. این اندازه برای من جای در واقع رضایت هست. خوشحال از اینکه مردم حرفای منو بفهمن. اما میخوان توجیه بکنند خیانت های خودشون رو در خط و برید که این آقایون فارسی بلد نیستن، حرفایشون رو مردم نمیفهمند. مردم که این اندازه فارسی بلد نیستن حرف ما رو بفهمند، یا ما فارسی صحبت کردن درست نیست. این آقایون زحمت کشیدند که حرف ما رو به مردم بفهمونند، شما هم زیاد بهشون گیر ندید. خدمتی کردند که در واقع یعنی شما فکر کنید از جمله حضرت مولانا کلماتی رو، عباراتی رو کات کردن، بعد دیدن که خیلی جمله رکیک شده، بعد به خاطر اینکه اینو توجیه بکنن گفتن بله اینا فارسی صحبت کردنشون هم خوب نیست. حالا این کلیپ رو ببینید و بعد از اون انشالله ما کلیپ اصلی رو هم پخش میکنیم. این نهاد گزارش نهادی است که چند تا گزاره داره. یکی از گزاره‌هاش رو ما کنار این نهاد گذاشتیم. یه مقدار دقت کنید تو جملهش، یعنی مبتدا خبراشو ما کنار هم گذاشتیم. البته یه جمله طولانی گفته، ما همون جمله طولانی رو دو دیگه کنار هم گذاشتیم. ببینید چی میگه. ملاحظه بکنید 2 هفته قبل، یعنی 1 هفته قبل از این ادعا که هیچ آدم عاقلی متواتر نسبی رو متواتر نمیگه، خودشون چه گفته بودند؟ این حدیثی که از زبان از طریق انس متواتر شده، نمیگیم که اون حدیث ابو هریره هم متواتر باشه. اینا دو طریق کاملا جداگانه بودن. ولی اینکه لفظش یکی باشه، ولی اینکه لفظش یکی باشه، فقط متواتر هست، از یکی متواتر هست. یعنی اون بحث متواتر نسبی هست. این حدیثی که از زبان از طریق انس متواتر شده، متواتر نسبی هست. دوستان همینجا فقط این انسرتی که گذاشته بودن تو فیلم رو دقیقا متوجه بشید. این قسمت رو همین اینجا رو دوستان ملاحظه بکنن. متواتر شده میبینید اینجا 2 تا تیکه رو کات کردن، از وسطش جمله رو حذف کردن به خاطر اینکه به اصطلاح اون لرزشی که در وقت کات کردن به وجود میاد بینندگان متوجه نشن. اینجا انسرت انداختن که برای این جمله یعنی طوری میخوان وانمود بکنن که این دوربین عوض شده. بله دوربین عوض شده یا در یک مجلس این حرفا زده شده. یک بار دیگه من این رو بیارم یک کمی عقب. بله اینجا خوب دقت بکنن بینندگان عزیز که اینا چگونه خیانت میکنن در قطع و برید کردن صحبت. طریق انس متواتر شده بله دقیقاً همینجا رو یه جمله رو کات کردن. نسبی هست. ملاحظه فرمودید. بعد واقعا نیازی اساساً استاد واسه توضیح داده بشه. این حدیثی که از انس آمده متواتر است از یکی از طریقاش. بله اینجا یک جمله رو به اصطلاح همون چیزی که میخوان گرفتن و کات کردن، خیلی هم تابلو. من قبلا هم گفته بودم که 1-2 تا از این کسایی که کاری گرافیک میکنن اینا رو بفرستید، حداقل یاد بگیرن یک جایی که وقتی جایی رو میخواید که کات بکنید طوری کات بکنید که بیننده حداقل متوجه نشه، اینطوری گاف ندید. حالا ما کلیپ بعدی رو که میخوایم خدمتتون پخش بکنیم کلیپ جایی است که کات کردن. نسبی که فقط در یک مرحله به تواتر رسید. بله دوستان اینو پخش کنن. متواتر نسبی که فقط در یک مرحله به تواتر رسیده. فرض کن 100 نفر از انس در واقع اینو نقل کرده بودن. خب این فرض کن 100 نفر از انس اینو روایت کرده باشن، این قسمت رو برداشتن از این. هنوز هم هست. بله آخر این کلیپ که دارید میبینید کلا جایی است که این ادعای اینها رو باطل میکنه. همون قسمت رو کات کردن از آخر کلیپ. 100 نفر در حد تواترن، اما خود انس دیگه چون یک نفر هست حدیث نمیتونه متواتر باشه. بعد از این شاگردان در واقع انس اگر مثلا به حد تواتر نرسیده باشن اونجا هم تواتری نیست، فقط تواتر نسبی هست. بله ایشون یک ادعای میکنه در اینجا و واقعا یک جمله زیبایی هم گفته این مجریشون. آیا مگه نیازی هست که این همه دروغ و تلبیس و قطع و برید بکنید تا اینکه در واقع مطلبی رو برای بینندگان خودتون تحویل بدید؟ حرف من واضح بود. من توضیح کامل دادم از کتاب که در مورد 2 تا روایت من مثال زدم که یکی از ابو هریره اومده، دیگری از حضرت انس رضی الله تعالی اومده. این آقا اومده میگه که این حرفی که بعد از این تکرار میکنه حرف من نیست،
حرفی که ابوالقاسم میگه که میگه این حدیث که از انس آمده متواتر است از یکی از طریقهای دیگرش. این جمله رو میگه. این حرف من نبوده. حرف من اینه که این روایت از انس متواتره. یعنی شاگردان انس اینو زیاد نقل کردن، 10 نفر 20 نفر از انس اینو روایت کرده، نه اینکه از طریق دیگری از انس متواتر هست. معنی این حرف اینه که یک سند دیگر هست که متواتر میرسه به حضرت انس رضی الله تعالی عنه، که این یک نوع در واقع یه سوء فهمه یا اینکه در واقع خیانت علمی هست. و بعد در اینجا من توضیح دادم که یک حدیث متواتر نسبی رو کاملا توضیح دادم. حدیث متواتر نسبی اونی هست که در یک مرحله سند چیکار باشد؟ به حد تواتر برسد. از این فرض کنیم که در اینجا متواتر شده، یعنی فرض کنیم از انس رضی الله تعالی عنه 100 نفر این رو روایت کرده. خب این روایت از انس متواتر هست. این روایت از انس متواتره، یعنی این که از انس تعداد زیاد این نقل کرده، معنیش این نیست که این روایت متواتره، زیرا که در این سندهای دیگر افراد شاید به حد تواتر نرسیده باشه، شاید ضعیف و شاید مجهول و شاید دروغ پرداز باشن. از سند از انس متواتر هست، زیرا که چند نفر روایتش کردن. عرض کردم که خود انس چون که یک نفر هست، پس بنابراین این روایت متواتر نیست. و شاگردان انس، یعنی قبل از اون هم اگر اینجوری باشه، یعنی بعد از شاگردان انس اگر افراد کمتری روایت کرده باشند، باز متواتر نیست. اینو من دارم توضیح میدم دقیقا. متواتر نسبی این هست. از نظر علمی من عرض کردم که متواتر نسبی رو نمیگویند متواتر مگر با پسوند متواتر نسبی، و کاملا توضیح دادم که متواتر نسبی از نظر حکم جز روایات آحاد هست، رجالش باید بررسی بشه، نه مثل روایت متواتر مطلق نیست که در قسمت اول که کلیپ رو پخش کردیم من کاملا اینو توضیح دادم. اما نمیدونم کجای این حرف من یک نهاد بود با چند تا گزاره. اینا چند تا مطلب بودن، برای توضیح اون مطلب قبلی این مطالب رو من عرض کرده بودن. اما اینا از یک جای اومدند که گفتند که هیچ آدم عاقلی روایت متواتر نسبی رو نمیگه متواتر، برای اینکه از زبان من جمله رو بسازند که به متواتر نسبی گفته باشم متواتر. خب من حی و حاضر در همونجا 2 ثانیه بعدش من توضیح میدم، بالفردم گفته باشم متواتر، میگم منظورم از این متواتر نسبی هست. متواتر نسبی رو هیچ عاقلی در ضمن اقسام متواتر که در بالاترین درجه صحت هست قرار نمیده. این جزء روایات آحاد هست. اما خدا خیرشون بده این آقایون رو، برای اینکه میخواند که نهاد و گزاره های ما رو در واقع کنار هم بذارن تا اینکه با کاتگوریت کردن میخواند که به اصطلاح متواتر بودن مهدی شیعه رو ثابت بکنن. اگر این کار رو بکنند خیلی جالب میشه. من مطمئنم که شیعه بودن من هم ثابت خواهند کرد، زیرا من در جملات همیشه میگم شیعه. کلمه من هم خیلی تکرار کردم، هستم هم خیلی تکرار کردم. این نهاد و گزارها رو کنار هم بذارند، شاید 10 مورد بشه که از من اقرار گرفت که من شیعه هستم، من شیعه شدم. دیگه بزرگ بکنید قضیه رو، نهاد و گزارها رو کنار هم بذارید که اختلافی میان شیعه و سنی انشالله که به وجود نخواهد. تمامی اختلافات دیگه انشالله مرتفع خواهد شد. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان استاد محترم علوم اسلامی که واقعا دروغ و خیانت و مکر و فریب و حیله‌گری این آخوندهای قم و تهران رو در این چند قسمتی که ما رفتیم در مورد این حجت الاسلام شترمرغ بیان نمودن. البته مواردی رو که من اینجا 15 مورد از دروغ، تلبیس، خیانت که در طول برنامه من یک مرتبه تکرارم کردم و عزیزانی که برنامه رو با دقت دیده باشن این موارد رو شاید یادداشت کرده باشن. آخرش همین کات کردن قول حضرت مولانا در مورد حدیث انس بود و متواتر نسبی، و قبل از اون الآبری رو آبی که آبی میگه که خر عیسی رو دیگه. بله، آقای ابوالقاسمی این خر موساست، خر عیسی نیست. من این خر اون خر نیست که شما فکر کردید. این سیبیرو نیست، این خرم اون خر نیست و هر گردی هم گردو نیست. ما در این برنامه این مواردی رو که خدمتتون نشون دادیم هیچ کدومش بحث علمی نبود، خیانت بود، فریبکاری بود، دروغ بود. این مطالب رو خدمتتون نشون دادیم. اگر در برنامه بعدیشون اومدن مطالب علمی مطرح کردن انشالله پاسخ خواهید شنید. اما اگر که اومدن مسخره بازی کردن و خلاصه از این ادوبازی ها در آوردن و میمون بازی در آوردن، اما ابوالقاسمی و انبوزش،
ما چیکار میکنیم؟ فقط دروغای اینا رو در هر برنامه‌ای که گفتن میگیریم به شکل کلیپ 24 ساعت طول هفته، روزانه، طول سال پخش میکنیم تا مثل قزوینی بینندگان بقیه اینا رو هم بشناسن. اما اینکه بیایم وقتمون رو تلف بکنیم که این برنامه با اینا سر و کله بزنیم، ما مثل اینکه برگردیم به همون امام زمان خیلی بهتر است، که چون واقعا میسوزن وقتی که صحبت در مورد روایات صحیحشون، احادیثشون، بررسی رجال و سند میشه. راه چاره دیگری ندارن، دست میزنن به این مکاری و فریبکاری و دروغ و تلبیس و خیانت و کاز کردن صحبت ها و ساختن گاف. و یک نقطه جالب از ایشون در آخر صحبتاشون که پخش نشد میگه که اگر آقایون مردند بیان برای قرآن خودشون یک سند صحیح بیارن. ما شیعه سند صحیح داریم میگه، اما اهل سنت اگر مردید بیاد سند صحیح برای قرآن خودتون بیارید. میخواد بحث آواز بکنه بره روی قرآن. خب ما داریم همین عرض میکنیم، شما بیایید روایات تحریف قرآن پیش شما متواتره. از یک طرف یک متواتر دارید که این قرآن تحریف شده، از طرف دیگر حدیث سند صحیح دارید برای اثبات این قرآن. خیلی عجیبه، این تناقضی هست که من تا حالا در واقع یعنی نشنیدم چون این حرفی رو. بازم این سوال رو من اصرار دارم که آقای قزوینی یا آقای ابوالقاسمی یا استادشون یا مرجع بزرگترشون اینو جواب بدن. روایات متواتر این تحریف قرآن را، روایات متواتر به تعبیر شما رو اگر زیاد شد متواتر هست در مورد مهدی بودن امام موسی کاظم و کتاب الغیبه هایی که واقفیه نوشتند، شما این تواترها را با چه معیار علمی رد میکنید و جواب میدهید؟ اون معیار رو برای ما هم معرفی بکنید که ما انشالله با همون معیار روایات شما رو بررسی بکنیم. بله. اما اگر که دوست دارید در مورد قرآن صحبت بکنید، این بحث رو به یک جایی برسونید و یا اعلان شکست بکنید، برای ما مشکل نیست. در مورد قرآن میخواهید بحث بکنید، اثبات تعریف قرآن از دیدگاه شیعه ما آماده ایم که در این مورد باهاتون بحث بکنیم و ثابت هم خواهیم کرد که در این بارم به قول خودتون حدیث متواتر دارید در اثبات تعریف قرآن. تشکر میکنم از تک تک شما بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه بودید و عذر میخوام از عزیزانی که دوست دارن در این برنامه مشارکت داشته باشن و ما در این هفته‌ای که گذشت به خاطر ضیقه وقت و تراکم مطالب و دروغ‌ها و تلبیس‌ها و خیانت‌های این حجت الاسلام شترمرغ نتونستیم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. ان شاءالله در هفته آینده فرصتی رو اختصاص خواهیم داد برای بینندگان عزیز و گرامی تا برنامه دیگر و تا حجت بی حجت دیگر. الله یار و نگهدارتان باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.